خب بیننده عزیز و گرامی، امیدوارم که انشاءالله صدا و صورت به شکل خوب است. قبل از اینکه برنامه را انشاءالله شروع میکنیم، بله، روشنیک را نزدیم. بله، خب صدا و صورت امیدوارم که انشاءالله خوب است. دقت کنید تا در رفت برنامه با مشکل انشاءالله که مواجه نگردیم. بخشش برای تأخیر در برنامه، چون واقعا وقتی عصر، یعنی که در هر دقیقه دیگر از این روز به پس یعنی که ثابت می ایستد، یعنی از 24 25 به بعد روزها کوتاه شدن شروع می شود. ولی دیگر این روز تا روز 24 درازترین روزهای یعنی که سال باقی می ماند. خوب ببینید که صدا و صورت به کدام شکل در فیسبوک هم رفت. در 6 گروهی فیسبوکی الحمدلله که فعلا برنامه نشر شد. بله، خوب نویسید صدا و صورت به کدام شکل است تا یعنی که خلل در رفت برنامه ایجاد نگردد. درست است. بیننده عزیز گرامی نویسید. من یعنی که من بعضی برادر و خواهران می نویسم کدام شکل وضعیت برنامه که به کدام شکل هست. درست، فعلا 800 نفر در فیسبوک دیده ایستادن، ماشاءالله بهترین. بله، از یوتیوب کرده فیسبوک، یعنی که چون فیسبوک بی پلاس دیگر مشکل در ترافیک اینترنت نیست، که مصرف اینترنت هم کم است در فیسبوک. میتونید که در فیسبوک هم در گروه های فیسبوکی برنامه را تماشا کنید. خب اگر در تلویزیون میبینید در این، خب پس یوتیوب بهتر است، ولی در تلفن یا اینکه به همین شکل چی فیسبوک راحت تر است. خب
خب بله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز گرامی، اولا پوزش میخواهیم برای تأخیری که در برنامه صورت گرفت. البته اون هم چنانه که در آغاز قبل از شروع برنامه گفتم، این هم وقت نماز عصر است که هر روز پیش رفتن میگیرد و وقتهای نماز هم تغییر زیاد میکنند و دیگر از این روز به پس روزها کوتاه شوی شروع می شود و شبها دراز شدن میگیرند. خوب امیدواریم که دیگر پس از این یک وقت معینی که امکانی انجام برنامه و وقتهای خود انشاءالله که در برنامه حاضر خواهیم شد. و امروز چنانه که از عنوان برنامه‌ای که گذاشتیم همه شما دیده استودید که عنوان برنامه ما به ضررگردانی علیشیر میرزاناباتوف و اس اس یتیموف و رمضان رحیمزاده عبرت می شود یا نه؟ بله، واقعا هم ما و شما از وضعیت و حالتی که رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان علیشیر میرزاناباد، جنرال علیشیر میرزاناباتوف، در یک سانحه یا در یک DTP یا در یک تصادف یا اینکه آواریایی که چنانه که میگویند جان خود را از دست باخت. البته جانش باخت است یا اینکه جانش بازاندند یا اینکه جانش گرفتند، مهم به شکلی که ناپدید است و حتی به طالبان و به یعنی که کشورهای همسایه از بدخشان تا شمس‌الدین شاهین و از هر منطقه، یعنی که دیگر جسد او، جسد همسر و جسد دختر و راننده و یک یاور یا کمک کنندش تا به امروز جریان دارد، ولی هیچ درکی از آنها دیگر دیده نمی شود. البته دیگر افرادی که با او در داخل ماشین بودند و چه حادثه رخ داد امکانی دیدن حتی ویدیو رگیستراتور هم وجود ندارد و هیچ نام و نشان دیگر یعنی از علیشیر میرزانابادی که به قتل و کشتار مردم پامیر تا یعنی که در مدت این 5 سال ادامه کرد و مردم زیادی را زندانی به قتل رسانید، به وحشت و حالتهای خیلی ناگوار مردم را مبتلا کرد. البته از کمیته دولتی امنیت ملی و این مقام یک بار برگزیده شد و آن هم به خاطر به وحشت و هراس آوردن ملت و مردم و خاصتا مردم با شرف و با عزت بدخشان یا اینکه پامیر تا اینکه وضعیتشون بدتر و بدتر کند تا هیچ صدای بلند نبراید، تا هیچ نفر دیگر با صدای بلند صحبت نکند، تا هیچ نفر دیگر درد و داد و آن چیزی که بالای مردم پامیر یا بدخشان صورت میگیرد صدای بلند نکند. مادران بدخشی یکی از مادران آزاد و شجاع میتوان گفت در کل کشور هستند که از عادی‌ترین ناعهده‌برایی، از عادی‌ترین مشکلاتی که در منطقه میگذشت و فرزنداشون میگذشت صدا بلند میکردند، بر فرق از مادر غرمی، بر فرق از مادر کولابی، بر فرق از مادر دوشنبگی. مادر دوشنبگی یا کولابی یا مثلا غرمی را میبرن میکشن، گریه کرده میشینه، میگه خیلی با خود من نکشن، این بچهای دیگه من نکشن گفته، یعنی که صداش پست میکند. واقعا ما خوب دیگر غیر از مردم پامیر دیگه ما خودمان هممون میدونیم که مادرمون چگونه خف و خاموش هستند، صدا بلند کردن حتی یعنی عیب نمیدونند و میگن خوب دیگر آن چیزی که بود از دست من چیزی نمی آید، تمام دیگر چیزی نمیگوید. برادراش هم از ترس جانی خودشون و از ترس جان فرزنداشون صدا بلند نمیکنند. حتی فرزند برای پدر صدا بلند نمیکنه، میگه خیلی پدر ما زندان کن، خیلی ما خودم زنده ام کو. یعنی نه اینکه مادر غرمی یا کولابی یا دوشنبگی صداش پست میکنه گپ نمیزنه، حتی فرزندی کولابی و غرمی و دوشنبگی خاموش است که پدر ما خیلی زندان کن، یعنی یگون گپ نمیگه. من نمیخوام به عزت نفس هیچ فرزندانی یعنی که کسی از افراد کشته شدن، زندانی شدن یا بدرقه شدن یا تهمت شدن، یعنی هیچ چیز نمیگم. نه اینکه فقط تنها
مثلا مخالف را بگیم که پدرشون به وضعیت بیزیب است و آنها کار کردن نمیتونن، چون به واقعا هم من میبودم چیکار کردم میتونستم وقتی که پدرم زندان میکردن هیچ از دستم نمیومد. چرا؟ چون یعنی معلوم است رحمانو گپ در این مورد نمیره و گپ در این مورد میرود که حتی افرادی که نزدیک با مقامات رحمانوف بودن، حتی افرادی که در مقامات رحمانوف ایفای وظیفه کردن، پدرشون را در پیش چشمشون کشتن. مهما نظر صالح مثلا نمود بچه‌اش خوب دیگه برای همه معلوم است بزمکوف درآمد کشتش، بچه‌اش شمار خب گشتن. یا که صدها نفر دیگر نام نمیگیرم دیگر تا اینکه به عزت نفس کسی نرسد، اما خاموش و خپن. درست است، درست است. میتونه بگه که نه ترین است من پدرم رحمانوف مثلا زندان کرد یا اینکه گرفتن بازداشتش کردن، من صدا بلند کردم خواستم گفتم منم برای بکشه، منم برای زندان کنیم. درست است، درست است. خواب بدیم، خواب بدیم. پس شما کی بوده است؟ شما ما بوده هستیم. پس رحمانوف وقتی دید که میزنمشون خواب میکنه، ظلمش دوام میکنه، دوام میکنه. درست است، درست است. یعنی آدم باید مردانه اعتراف کنه. همین مرد همونی است که میگن مسافدای ما کج بشی بچه‌م راست بگو. یعنی وقتی کجل هم کشتگی باشی گفتی همون مردک در اومده است از بچه‌م یک جایی، یک دست بچه‌م یک کلابی، یک دست یک جو فهمیدی بابا، دست میون شکستگی یعنی هم کشپالی کردگی شتگی. درست، درست. یعنی کجل باشی راست بگو. درست است، درست است. پس کلابی رم کشت، غرمی رم کشت، سعودی رم کشت، حصاری رم کشت، تمام مردم خطلانی دنغرکی همه را کشت. بچه و زن و فرزند و برادرش خاموش بود تا اینکه من یگان گپ نگه. ولی اگر وقت صدا بلند میشد دیگر نفر نمیتونی زندان کرده و کشته و تهمت کرده. انا همین خاموشی ما است که ما یک خط و سکرایو گفته خیلی و تمه زدن اگه دیگه تقدیرش بوده است، خیلی دیگه چکار کنیم. انا رحمانوف گفت تقدیری اینا را الله در دست من داده بوده است، پس من هر چیزی که بخواسته باشم تقدیر اینا را عوض میکنم. تقدیر تو زندگی کردن، الله برای تو زندگانی با سعادت برای شخصی که آزاد و آزاده است. یعنی الله هیچ وقت نمیخواد که بندش غلام یا برده یا اینکه مطیع یک بنده دیگر باشد. ولی وقتی که بنده خودش اختیاراتی عبد بودن غلام بودن میکنه، پس درست است که الله سبحانه و تعالی خالق افعال ماست، ولی آنچه عمل کرده که ما انجام میتیم یعنی اون خودمون فکر میکنیم و انجام کار میتیم. یعنی که همون ترس الله آفریده است. واژه یا آن چیزی که ترس است در وجود هر یک انسان حیوان اون ترس وجود دارد. ولی این که به ترس من خودم تصمیم میگیرم که بترسم یا که نترسم، یا اینکه مبارزه برم یا اینکه نبرم، یا اینکه همین کار انجام بدم یا نکنم. خب انا همین پدیده هایی که گفتیم در مردم بدخشان این مسئله اصلا وجود نداشت. مرد زن شم گفته گپا از مردای امروزای ما یعنی که مردترن. به همون خاطر است که وضعیتی که در بدخشان یعنی که پس از سال 2022 از 12 شروع شد، آمد یک بار همین کار انجام دادن، یورش برد، قتل کرد، کشت، بعضی لیدرها را کشت، ولی باز هم نتونست که همون مردم زیر یوغ و سپارش قرار بتیه. ولی دیگر پس از این حادثاتی که شده گذشت، دیگر همتون بعد از حادثه گلبدین زیابکوف همتون شاهد هستید که وضعیت بدخشان 180 درجه تغییر خورد و 180 درجه وضعیت مردم بدخشان زور منش زدن، شکستن. از روسیه حتی دزدیدن، شهروندان روسیه که یعنی که پومیری بودن دزدیدنشون. در دوشنبه که پیدا شدن از امردین علاوتشویف، از وزیر بکوفو، از دیگرش بعضی از افرادی که یعنی که کمی با تنومند بودن اونها دزدیده شد. بعضی افرادی که اونها حتی در جای چیزی گفته بودن با شکل‌های بازداشت و روانه زندان، حتی در زندان هم وقتی که با کلاغفسی کردن با ماده‌های آنها با سال آنها باز هم علاوه شد. این همه از یعنی نگونبختی همون مردمی که واقعا هم مردم شکستند و مردم به یک حالت خیلی پست و مردم به یک حالت خیلی وزمین مردم شریف بدخشان یا پامیر قرار دادند که این سبب گشت دیگر همون مادر بدخشی، همون مادر پامیری که صدا بلند میکرد و نمیگذاشت که هیچ نفر تعرض به فرزنداش و مانند شیرهای ماده که در هم مجامع بینیم شکار شیر ماده میکند، واقعا زنهای بدخشی یعنی پامیری و بدخشی
مانند همون شیران ژیانی بودند که هیچ نفر نمیگذاشتند که تعرض بالای مردمی پامیر کنند، یا اینکه همه کارهایی که انجام میدهد این رژیم خوناشام اونها را بدون یعنی که پاسخ بمانند. بچه هاشون گپ میزدند، از دور ایستاده نگاه میکردند تا اینکه فرزند من صحبت دارد، و بالاخره کار کردند که با انا همین کمک علیشیر میرزا نباتوف این مردم بدخشان یا پامیر به یک یعنی که بزانو شنوندن، بزرگاش قتل کردند، زندانی کردند. بیش از 200 نفر مردم پامیر در زندانهای گوناگون رژیم قرار دارند. حتی در بیرون از تاجیکستان به هر شکل نخواستند که اونها را بیارند. در روسیه پدستوید کردند، در قزاقستان میدونم چندین مردم پامیر یعنی پدستوید کردگی زندانند، حتی در قرقیزستان چندین یعنی که بچهای پامیر زندانی هستند که اونها اصلا یگان کار مهم وقتی که تو پامیری هستی باید به هر شکل شکسته شی، باید به هر شکل یعنی وضعیت به همین شکل کنی. حتی در خارج از تاجیکستان آمدن دیاسپوراهای پامیری تشکیل کردن، بچه‌ها فکر کردن که کار انجام میتین، ولی دیدیم که نتیجهش چی شد. انا همون خیانت‌هایی که رژیم انجام داد، افرادی که اونها را حتی رئیس دیاسپوراهای پامیری موندن، اونها را با شکل‌های خریدند، اونها را با شکل‌های گماشته کردند، اونها را با شکل‌های یعنی به مانند دهقان و به مانند دیگراش که خیلی زیاد است، به مانند نظر که در کراسنودر است یعنی که دیاسپورا، یعنی که همین خیلی افراد زیادی است که ما می‌بینیم و می‌دانیم که یعنی که چگونه اینها را به هر شکل میرزاناباد و امثالهم به حمایت رژیم رحمانوف یعنی که دور دادن یا کشیدن، یا اینکه براشون گفتن که اگر تو میخواهی که سرنوشتی یعنی گلبدین زیابکوف نشود، سرنوشتی امردین علاوتشاهف نشود، سرنوشتی چهارشنبهف نشود، سرنوشتی اونو خلیفه‌ای که کشتنش یعنی که 5 سال زندانش کردن قبل از برآمدن کشتنش، یا سرنوشت به مانند هزاران جوان و بچه فراری یا این که کشته شده در حادثات گوناگونی پامیر نشود. پس تو باید با ما همکاری کنی، پس تو باید با ما کار کنی. در این حالت بود که مردم دیگر بدخشانی یا پامیری را میبینی در اروپا دسته در امریکا به همین شکل، در مکزیک صدها جوانی پامیری را میبینی که در مکزیک انتظار گذاشتن به امریکا، جوانی پامیری به انگلیا یعنی که با شکل‌های گوناگون فرار دارد گریخته است در اروپا، در امریکا، در روسیه، در جاهایی که تماما نیسته، حتی خودش تاجیک نمیگه تا اینکه مبادا یگان کس نفهمش که پامیری است. چون پامیری بودن در رژیم رحمانوف و زیر رهبری علیشیر میرزا نباتوف یک جنایت شد. یعنی چنانه که رحمانوف نهضتی گفته زندانش میکنه، پرابلمش میکنه، یا گروه 24 را برای گروه 24 بودن، ولی رحمانوف دیگر نه اینکه تو غرمی، تو کلابی، تو خوجندی، تو اینه، تو پامیری، تمام پامیری بودن جرم شد و این جرم تحقق پیدا کنندش علیشیر میرزا نباتوف بود. علیشیر میرزا نباتوف که صدها هزارها زن و مادر و دختر پامیری شب تا روز گریه میکردند برای نزدیکای کشته شده، زندانی، فراری، دربدر، پناهندش، ولی علیشیر میرزا نباتوف با همین خانومش که امروز با او یعنی که در دریا غرق شد و با یک طفل 2 ساله بیگناه در سر و بالین میموندن، میخندیدن که من امروز چند یعنی که پامیری را ظلم کردم و پیشوای ملت خرسند شده از ظلم و جنایتی من. ولی زنش نمیگفتش که ای مردک، این جنایتایی که تا انجام داده سی این جوابگری داره، این کارایی که انجام میدی این کارا عاقبت خوب نداره، این کارای انجام داده سی تو بسر فرزندای بیگناهی ما که واقعا فرزندش بیگناه است، بیچاره چی گناه داره؟ هیچ گناه نداره، ولی با انجام عملی که انجام داد پدر و مادرش، اون هم از پس اونها رفتن. چرا؟ چون که وقتی که چنانه که الله میگه وقتی فتنه برای یک قوم میرسه، فکر نکنن که همون مردمی ظالم شه خاصتا میرسه. وقتی بلا رسید، وقتی عذاب رسید، اون عذاب عامتا میآید، از همون مردی بهترین دهه یا قریه شروع میشود. اگر شما دقت داده باشید یعنی که این قانونی
عذاب یا بلاهای الهی که از آسمان شونه که امروز میگه آفتهای طبیعی، اینها آفتهای الهی هستند. از نگاه اعتقادی گفتن آفت طبیعی این مخالف عقیده شریعت اسلام است. باید شما بگی آفت یا بلای الهی، یا یعنی که اون بلایی که الله بالای ما توسط سیل، توسط باران، توسط باد، توسط زمین جنبی، توسط هر یعنی آفت هایی که طبیعی نام میگیرن، انا همین آفت های الهی که میرسد، اینها از همون خیار قوم، از همون بهترینان قوم شروع میکند خانش شستن. من با خاصتا اکنام نمیگیرم تا اینکه به عزت نفسی بعضی از برادران بزرگمون، با عزت نفسی از بعضی از برادران واقعا هم نیکمون که بلاهایی که در منطقه رسیده است، ای خونه همون ملا سر میشوه، ای خونه همون امام مسجد سر میشوه، ای خونه یا صالح همون مردمی که آدم خیلی خوب است، بالا از خونه همون سر میشوه. هفت مثال یعنی که من خواستم که سیل آمد و ای خونه کی اومد، با ای خونه کی سر شید، ای فلانی خونه آمد، این خونه ایرا نشوشت، در خونه اکای فلانی رسید، ای همون خونه شتن سر شید. یعنی همون اکای فلانی خیلی آدمه، بسیار آدم صالح، ای ملای مسجد بود. دیدی با دیگرش هم بپرسم. یعنی شما دقت بتید که عادتا بلا وقتی که میرسد از خانه بد قوم نمیرسد، بلا از خانه نیک قوم میرسه میرود، چون این اسلوب آفت‌های الهی است. این از طول تاریخ حتی اشاره های زیاده در قرآن در این مورد، در مورد اینکه آفت وقتی میرسد از خانه بهترین قوم، از خانه عابد، از خانه شخصی که اون عبادت میکند، بلا از همونجا میرسد. یعنی این مسئله مهم است. حتی چون که رسول اکرم صلی الله علیه و حضرت عایشه روایت میکند از رسول اکرم صلی الله علیه و که یغدو الجیش الکعبه ببیداء من الارض، یک گروه یک لشکر میاد که میخوان خانه خدا را خراب کنن، یعنی با جنگ میروند. و وقتی که در همین حالت یعنی یخسفو به اولهم و آخرهم، اول آخرش خداوند سنی زمین میکشد. و حضرت عایشه میگه و فیهم من لیس منهم، واخی داود درون اون مردمی که زمین میکشش یا لشکر درست یک ارمی یک گذشته است، اما ارمی میخوان کعبه را ویران کنن، ولی از اول تا آخرش زمین فرود میکشد. حضرت عایشه گفت چی خیلی میشود که یعنی که فیهم یعنی که فیهم لیس منهم، درون اونها مردمی هستن که او گروه لشکر نیست و خدا اونجا زندگی میکنن. گفت رسول اکرم که بله میدانم که اون مردم با این لشکر نیستن، یخسف به اولهم و آخرهم ثم یبعثون علی نیاتهم، از اول تا آخرش فرو برده می شود، بعد از اون محشور می شود روز قیامت به نیت هاشون، که نیت او آیا رفتن به همون یعنی که جنگ کردن یا اینکه ویران کردن یا هدمی خانه خدا باشد، یا اینکه نه او پروسه زندگی میکرد در همونجا. انا همین است که مردم باید بدونن. وقتی گپ میزنیم ما خواهر انارا سرکار و یک مسئله نوشته است، دیگه بعضیش میدروین شما چرا یعنی که طفلی به گناه اون زنی اون. اول اینکه مهمترین چیز وقتی که انسان دینش نمیتوند فهمیده انا خیلی گمراه میشه که خواهر انارا را انتقاد دارن که برای چی تی بهترین چیز نوشته بود. منم یک کامنت نوشتم در زیر چیش در مورد علیشیر میرزاآباد که من نمیخواستم که تو با این شکل برای من میخواستم تو در اسکمیکای پدسودی میبشینی تو اینکه زندان شوی، ولی یعنی که خوب دیگر رفت، اون دیگر پرسیده نمیشود که تو باید با کدام اجل شه و مرگ شه، هیچ کس انتخاب نمیکند. خوب دقت کنید، اجل شه یا مرگ شه هیچ کس انتخاب نمیکند، چون که اجل الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. انا این است مهم، مرگ میرسد نابهنگام و قبر صندوق عمل است. و ببینید که علیشیر میرزاآباد حتی قبر هم ندارد، اما اون روح اون عملکردهای اون در نزد احکم الحاکمین هست و اون حتما برای عملهای انجام دادش پاسخ خواهد گفت. انا اینجاست که اون آفت الهی، اون بلا، اون چیزی که الله بالای این علیشیر میرزاآباد مهیا کرد تا اینکه اون پس از این قدر ظلم و قتل و کشتار رود در داخل دریا به نام و نشان به هیچ چیزی، اینقدر مال و ملک و ثروت و اینقدر خدمت و اینقدر چاپلوسی دستا پیشی بر. بله جناب عالی، من بدخشانی را کشتم، خوب شو کردی فامیلی را، بله حدیثه دزد بودن، گویا اینکه خلیفه که برو زندانش کرد دزد بود، گویا اینکه
یعنی که ارگاشوف چنون در فراموز ارگاشوف که جوانی 30 ساله ادعای پرزیدنتی داشت، گویا دزد بود برد رستش کرد، گویا که آدم کش بود برد رستش کرد. 200 نفر افراد بیگناهی که بردن زندانی شدن. کمیسیای 44 یکی از نخبگان مردمی پامیر بودن که بردن زندانی کردشتن، گویا اونو دزد بودن، گویا اونو جنایتکار بودن. علیشیر میرزان‌آباد در دنقره دستک شمیته بای جناب عالی اونو دزد بودن، اونو غارتگر بودن، اونو آدم کشیدن. آیا فراموز ارگاشوف دزد بود، آدم کش بود، غارتگر بود؟ آیا افرادی که در اونجا بودن در کمیسیای 44 آیا در اونجا همش دزد و غارتگر و آدمکش بودن؟ نه، اونا بهترین افراد و بهترین نخبگان مردمی پامیر بودن. ولی وقتی زندان شدن همه خب کردن و تمام فجایع انجام داد، مردم به شکل خاموش کرد، مردم به شکل خاموش کرد. انا که یعنی که رئیس خارق دیگر در فکر نشستن در کرسی رئیس ولایت، یعنی که ممکن تکیه بزنه و خوب دیگر باز هم میرسد نوبت این، ولی این هم بسیاری از جنایت‌ها را میدونه، این هم به ضرر گردانده میشه. این هم یگان شک و شبهه نداشته باشد، این هم به شکل به ضرر گردانده می شود و این هم به شکل یعنی که به همون حالتی که هست انجام میگیرد. خوب منظور ما از نقل حادثه یا واقعه نیست، چنانه که درس داریم، درس های یعنی عقیده، در درس عقیده بعضی برادرها از حالات یا وضعیت های گوناگون دیگری که مربوط به یک روایت کرده می شود، یک حادثه نقل کرده می شود، یک آیت خوانده می شود، یک واژه‌ای که مهم هست گفته می شود، بعد برادرها در همون مسئله می چسبند، همون مسئله را سوال کرد، در حالی که موضوع ما عقیده است، ایدئولوژی. یعنی ایدئولوژی اون چیزی که مربوط به همون مسائل فکری هست، نه اینکه بیشتر روی مسائل توجه شود که اون یعنی که یگان مربوط به فقه است یا مربوط یعنی که حدیث است یا مربوط به روایات دیگری که در بیان شدن فن عقیده گفته می شود. باید داخلی دایرکت مستقیم باید واردی موضوعهای فکری یا اعتقادی شد که انا این به فکر من از نگاه اعتقادی ضرر دارد یا فایده، همین است. ولی موضوع برنامه ما این نیست که پدیتال نکیشی چیشی تاکسی کیلومتری چند مرد. ما موضوع ما خبر گفتن نیست، موضوع ما تحلیل وضعیت تا اینکه از نگاه فکری مردم بدانند بفهمند که وضعیت به کدام شکل است. درست. خب در همون منطقه‌ای که علیشیر میرزان‌آباد زده شد، خوب دقت کنید، من صحبت داشتم با کمیته امنیت ملی، خاصتا با همون کمیته سرحدات، برادران در اونجا داریم که واقعا هم خیلی یعنی که قضیه را خوب میفهمند و یعنی که چند ورسیه را برای ما بیان داشتن. البته همون ورسیه‌ای که باور کنید من خودم قبل از اینکه با اونها صحبت داشته باشم این قضیه را یعنی که به شکل یعنی که پیشم نمایان بود. وقتی که ماشین به یک سرعت معین می رود، یعنی که در همین بالون پیش یا تیر زده شود، تمام دیگه یگان تیر نه دلبوی نه شفیور یگان کسا. ولی گفتی گپو خطیه возможно امکان دارد که یک تیر در پیشونی شفیور میزنه، کراچی چی میگن میزنه میروه، ولی امکانی فهمیده شدنش وقتی جسد پیدا می شود وجود دارد. یعنی ورسیه بزیب است و در حالتی که زده شود و میدونن که آب دریا تیز است و دیگر اونا دیگر پیدا کردن نمیتونن، یعنی وضعیت خیلی، ولی باز هم یک اگر وجود دارد که یک جسد پیدا شود و اون جسد بینن که در پیشونیش تیر خوردگی، وضعیت در حال با پاکوشنی بودن یعنی که سوق داده می شود. به همون خاطر باید تمام افرادی که در داخل ماشین هستند اونها یگان آسیب از بیرون از تیر سنایپر نباید ببینند. یگان راهکاری که بهترین راه است همین بالون پیش با سرعت 120 وقتی که ماشین حرکت میکنه در اون راههای معین یا که از 120 هم بالا، چنانه که خود یعنی که مقامات هم گفتند که سرعت بلند رفته ایستاده بود 287 او با 278 میگه نمرش فقط موندگی بود، فقط از علیشیر میرزان‌آباد نمر 287 باقی مون تمام. دیگه یگان چیز از علیشیر میرزان‌آباد که یعنی که این قدر مردمی بدخشان کشت فقط نمر 287 باقی مون. پس علامت ظالم ها 287 اینا خوب دقت کنید،
یعنی علامتی اگر تو خواسته باشی که الله سبحانه و تعالی با بدترین وضعیت گرفتارت کنه، بعضی آدما مثلا نمرهای چون مثلا بعضی کشورها نمره 13 بعد میبینن، بعضی همین باید همین ظالمای تاجیکستان رقم 287 یعنی که چی کردن در کره براشون همچون یک یعنی مثال خوبه باید براشون باشد که تو ظلم کمتر کن تا اینکه 287 یعنی که آنچه که با 287 شد یعنی که 287 نشوی. پس یعنی که انا همین رقم 287 که هست، این رقم 287 رقم ظالمان هست و این رقمی است که دیگر برای تمام مردم کشور باید دیگر همچون یک درس عبرت شود و باید بدانند که اگر ظلم بیشتر انجام میدی نهایت 287 است. و امیدوارم که تمام ملت و مردم دیگر علیشیر میرزان‌آباد نگن و بگن که سرنوشت 287 می شود. حتی در آینده هم انشاءالله ما این 287 همین قدر رکلام خواهیم کرد که دیگر هر یک ظالم باید بداند که سرنوشتش 287 است. چرا سرنوشت 287 ملت برای او را نآورد؟ انا همین رحمانوف الله براش آورد. یعنی با سنایپر بالون پیش زده شد و ماشین رفت به دریا و 5 نفر رفتن دیگر یگان چیزی از اونها باقی نموند. یعنی راننده و یاور، همسرش، خودش و دختری 2 سالش که واقعا هم بیگناه رفت از این. پس نمره یعنی که رقم 287 رقم ظالمانه و رقم بزوستنی پراپ است، یعنی که بی نام و نشان. یعنی اینقدر جوان مردانی پامیری وقتی که بزوست شدن 287، اینقدر مردمی بدخشانی که زندان شدن 287، اینقدر مردمی بدخشان پامیر که آواره و در بدر شدن 287. پس 287 رمزی ناپدید شوی ظالمان. و بار دیگر میگیم که 287 این یک هدیه الهی بر مردمی یعنی پامیر هست که الله سبحانه و تعالی غیر از رقم 287 برای اونها چیز دیگر از ظالم میرزان‌آباد باقی نگذاشت. الله غیر از رقم 287 دیگر نام و نشان حتی گور برای علیشیر میرزان‌آباد ظالم دیگر یعنی باقی نماند. پس رقم 287 شیسلیوی رقم برای مردم بدخشان و شفای برای صدور مردم مظلومی پامیر که با بدترین وضعیت در این 5 سال اخیر ظلم و استبداد می شدند، وضعیتشان بد می شد، زندانی می شدند، بازداشت می شدند، ناپدید می شدند. زیر همه آنها انا همین رقم 287 پنهان و مستتر بود. پس رقم 287 یک نشانه برای ملت و مردم تاجیک و خاصتا مردم پامیر است که رقم 287 را تا روز قیامت در خاطر خواهند داشت. و رقم 287 رقم هست که هر یک ظالم وقتی که اون رقم 287 میبیند باید بداند و بفهمد که نهایت هم 287 است. یعنی رقمی که باقی ماند از یک ظالم، از یک قاتل، از یک مردم کشی، ملت کشی خودش، انا همین علیشیر میرزان‌آبادی مخوف، انا همین رقم 287 باقی ماند تا اینکه شفای برای صدور مؤمنان باشد، تا اینکه شفا برای دل مادری یعنی گلبدین زیابکوف و مادری برادر شیر و مادران دیگر، همسران دیگری مردمی یعنی که پامیر که با بدترین وضعیت ها شب را روز دارند برای فرزندان و جگربندان گم شدهشان، رقم 287 این سیمبولی یعنی یک نشانه از جانب الله برای مردم پامیر هست. پس مردم پامیر با دقت رقم 287 در خاطر داشته باشند. 287 نشانه یا یعنی که نشانه از ظالمی علیشیر میرزان‌آباد برای مردم پامیر که دیگر باید این رقم براشون یک رقم شیسلیوی رقم باشد. یعنی این 287 باید برای مردم بدخشان یک
سیموله که اون سیمول نشانه تا روزهای آینده حتی بدخشان یعنی که رئیس جدیدی که انتخاب میکند باید یعنی که رقم 287 فراموش نکنه. هر یک ظالمی که ملت و مردم ظلم میکنه رمضان رحیم زاده باید رقم 287 فراموش نکنه. اس یتیم و فی مخوف باید رقم 287 فراموش نکنه. یعنی که حبیب الله واحدزاده پروکرور گنرالی باید رقم 287 فراموش نکنه. رئیس سود عالی هیچ وقت باید که رقم 287 فراموش نکنه. رقم 287 رقمی است که باید تمام ظالم و افرادی که با ظلم همیشه وظیفه دارند و خوب گرفتن رقم 287 براشون یک نشانه و یک نمونه است که باید آنها قبل از اینکه دست به ظلم میزنند، قبل از اینکه میخواهند کسی را ظلم کنند، پس رقم 287 را باید به خاطر داشته باشند. رقم 287 برای ایشان چی است؟ یک نمونه واضح از استبداد و ظلم هایی که انجام میدهند. این مسئله عادی نیست. این مسئله نیست که باید آنها بستند و فکر کنند که رقم 287 همچون یک مسئله یعنی که عادی هست. نه، اگر 786 میشید با حروف ابجد یعنی که حروف چی بود؟ یعنی که بسم الله الرحمن الرحیم بود. ولی در یعنی که اون چیزی که مربوط به رقم این رقم آمدگی است، این واقعا هم یک نمونه خیلی واضح و زنده است برای هر یک ظالم دیگر بفهمند. باید اون چیزی که باید ما و شما میدونیم و میفهمیم، یعنی باید هر یک ظالم به خوبی بفهمد. باید هر یک ظالم یعنی که دقت جدی بودید که آینده نهایت این یعنی که وضعیت چی است، یعنی همین است. و فراموش نباید بکنید رقم 287 در حروف ابجد و معنای ظفر هست. فهمیدید؟ یعنی که چقدر 786 رقمی یعنی بسم الله الرحمن الرحیم است و رقم 287 ظفر، یعنی 287 در حروف ابجد ظفر هست. این مسئله عادی نیست و هیچ نفر هم در اون پلید یا رقمی که در ماشین علیشیر میرزا نباتوف بود یعنی که چی میگن تا امروز دقت نداده بود. ولی رقم 287 یعنی که جمع بستی یعنی که حروف ابجدیش و معنای ظفر است و در بعضی از یعنی که واژه ها و معنای روز هم آمده است، یعنی آغاز روزی جدید، آغاز ظفر، آغاز یعنی مرحله جدید، آغاز مرحله نو. یعنی که رقم 287 رقم ظفر و معنای پیروزی و معنای ظفر و معنای پبیده و معنای یعنی هر چیزی که شما میت خواهید به همون شکل یعنی اونا چکار کنید فکر داشته باشید. پس فهمیدیم که رقم 287 در حروف ابجد و معنای ظفر و با یک شکل دیگر روزی جدید یعنی آغاز نو، یک پیام نو، یک یعنی مرحله جدید میتونیم که این رقم 287 ما و شما تعبیر نماییم. پس این است آن چیزی که هر یک کدوم ظالم که در کشور قرار دارد و مردم از ظلم میکند پس انتظاری یعنی 287 باشد، یعنی که رقم 287 ظفر ملت بالای انا همون ظالمی که دارای انا همین رقم است. پس این قضیه یعنی عادی نیست. پس این قضیه را ما نمیتونیم که قضیه یعنی که به یک شکلی خیلی که در 11 سپتامبر حادثاتی که شده بود میزادان 11 سپتامبر 9 سوره توبه و خوب دیگر بعضی چیزا، ولی ما با این چیزا یگون یعنی که چیزای صفبدینی ها هست، ولی صفبدینی هایی که ما در این رقم 287 که فعلا دیده ایستادیم در حروف ابجد ظفر یا اینکه روز نو یا اینکه آغاز نو، یعنی که این همه
چی هست؟ دلالت بر وضعیت و حالت میکند که انشاءالله این یعنی سری رشته های و سری نوک های انشاءالله که باز کننده است. خب همه آن چیزی که ما در اینجا گفتیم پند گرفتن ظالمان از کشته شدن علیشیر میرزا بود. شما فکر نکنید که او همین خیل یعنی که یک طرف دریا رفت از اداره ماشین بیرون برآمد، از اداره ماشین بیرون نبرآمد، از اداره ماشین بیرونش کرده. وقتی که ماشینی که 150 رفته است در بالونش که تیر زدی یعنی که میدونید که با کدام حالت میشود و میدونید که چی وضعیت و چی حالت میشود. به همون خاطر هیچ یعنی که راننده از اداره ماشین بیرون نبرآمد. راننده را از اداره ماشین بیرون کردید. راننده را از اداره ماشین بیرون کردید. چرا؟ چون که باید که علیشیر میرزا نبود بی‌ضرر گردانده میشد. انا همین بی‌ضرر گردانی اس یتیموف، رمضان رحیمزاده، خب دیگر افرادی که در جنایت‌های مدهش رحمانوف اشتراک کردند و بودند. برای چی؟ برای اینکه ماه اکتبر نزدیک شده است. یعنی ماه سپتامبر پس از اون که خب دیگر این است و بعد از اون دیگر شروع می شود مرحله پیش از انتخاباتی و باید دیگر تا سال 2027 هیچ نفر از هم جرمان هم شریکان در جرم‌ها و قتل‌های دست جمعی که رحمانوف ملت و مردم را داشت دیگر باید کسی زنده نماند و باید دیگر کسی یعنی که شاهد برای رحمانوف لازم نیست و هیچ شاهد نیاز ندارد که هیچ شاهد در یعنی که عملکردهای رحمانوف باشد تا اینکه جنایت‌های او را یعنی به تمام مردم بازگو کند و یعنی که وضعیت و حالت باز هم از بد بودنش بدترش کند. خب امیدوارم که انشاءالله این رقم 287 رقم ظفر و رقم روزی نو برای ملت و مردم یک روزی نو گردد و خداوند پای این ظالما را یکی پس یک دیگر یک ببرد و امیدواریم که رمضان رحیمزاده یا اینکه اس یتیم فوق شما و اوقات توپای نه نیستن که یعنی همین خیلی میگیره لاخواره میکشه شو لاخواره میگیره یعنی که گفتی که پا کپاش نمیسوزه و یک نگاه میکنی که امروز گنرال پالکونیک یعنی که چنون داره اس یتیموف بسیار هم خدمت‌های شایان کرد در رفتن به طرف شوراباد از دریا سرازیر شد. دیگه خرسندی بالا خرسندی های یه نفر دیگه را میگیره میمونه تمام بررف یا سگ بود سگ بررف بالگاه میکنی رمضان رحیمزاده یک چرخبال کفید یعنی که چرخبال از کار برآمد بعد از می زد مرد. چون که چند نفر گفته سبودن که یعنی که یتیموف مرگش به همین شکل 287 ولی خوب اگر رقمای اینو یک دو است ولی خوب دیگر رمضان رحیمزاده مرگش انیق با چرخبال است. اگه دیگر رمضان رحیمزاده خودش باید بفهمه که مرگ با چرخبال بوده است، مرگ یتیم با همین خیل DTP باید تمام میشده است. حتی مرگاشون رو پیش بینی میکنن که مرگ یتیم با DTP ای مرگ یعنی رمضان رحیمزاده توسط چرخبال است. یعنی این چیزایی هستن که ما از پیش خودمون نگفته هستیم. این از هم داخل همون افرادی که در داخل کشور ما میدونید توجی که ما یگان ملت دیگه نیستیم، ما مریخ نه اومدگیم. شما لوگو پروژه‌ای که میکشه به هر شکل و به هر یعنی که گونه به ما میرسند که انا همین خیلی تاکتیکا و انا همین خیلی پروژه‌ها کشیده هستند و از همه در پروژه خیلی جالبه که بود نگاه که بزوستیم پراپاس به خدا قسم میگن که تلا نیتو دلا نیتو وقتی که جسد نیست دلا نیست جسدی 5 نفر نیست ایده دیگه کشتنی بهترین نیست برای رحمانوفا. هم یه بار یتیم فراری میکنن طرف بدخشان کویاب را ببین برتلات قط میرن نه تخدت باید توسط ماشین برای بعد گفتی گپو نگاه که چطوری میشوه یکی نگاه میکنی که گفتی گپو یتیم در درون یکی اگر یتیم با عقل باشه و یعنی که در تنش چی پوشه هموش یک در درون او مدروی نمی برات کنم تاری پوشه اگر یگون رخ شد در درون ماشین شتگیش اگر همین که اگر که زدن در DTP میبرویا بعد اوسو میروه گفتی گپو سلاح میگیره بازی رحمان رو میزنه. مهم که 287 طبق حروف ابجد ظفر هست و این ظفر پیروزی ملت و مردم
بدخشان امروز شروع شد و ان شاء الله با همون جبر و قتل و کشتاری که در اونجا کردن دیگر مردم هم ان شاء الله از این یعنی حالت و وضعیت امیدوارم که ان شاء الله نفع و بهره خوب خواهند برد. خوب امیدوارم ان شاء الله ظالما از این یعنی که پند عبرت میگیرند و از این قضیه ها خوب میفهمند. امکان تغییر حالت و وضعیت بود. ممکن است که علیشیر میرزا آباد اگر میفهمید که رحمان من همین خیلی میکشه امکان داشت بدخشان یگان کاری کنه که یعنی که مرده گوره علل اقل تا روزی که هست یعنی که دیاد مردم ها بمانه که علیشیر میرزا آباد از ظلم رحمانوف خسته شد و دیگر بدخشان به این شکل به این کارها انجام داد تا اینکه کار انجام داد مثلا. ولی علیشیر میرزا آباد فرصت تغییر دادن کاری را در اختیارش نگذاشتن. چرا؟ چون که دیگر اون مانندی یک کالای بی ارزش شد و توسط اون مردم بدخشان پامیر کشته شد و توسط اون یعنی که بسیاری از پلان و پروژه های شوم خودش رحمانوف در این منطقه کوهستانی انجام داد. دیگر اون علیشیر میرزا آباد یعنی که برای رحمانوف گروز 200 دیگر هیچ یعنی که اهمیت و ارزش علیشیر میرزا آباد برای رحمانوف نداشت. به همون خاطر با از خود گذاشتن رقم 287 با نشانه بهترین ظفر برای این ملت یک نشانه گذاشت از رقم ماشین علیشیر میرزا آباد که 287 بود و اون رقم طبق حروف ابجد افاده کننده ظفر یا افاده کننده روز نو را میکند که این خودش یک یعنی علامت یا یکی از نشانه های خوب آغاز پیروزی این ملت بر علیه دیکتاتور و ظالم عصر رحمانوف خبیث است. و قضیه را امیدوارم که مقامات قدرتی قبل از اینکه به ضرر گردانده میشوند یعنی باید فیستن فکر کنند که قبل از اینکه من به ضرر میگردانند پس باید من یک چیزی از خودم برای این ملت و برای این مردم باقی بمونم کی او یعنی که راوپوفی چی یعنی که ساوزی چی فلانی چی کی فرق نداره. این ملت و مردم خوبی را همه وقت میفهمند. این ملت و مردم یعنی که هر بدی که شما انجام دادید ولی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. تو میدونم آدم کشته، تو قاتلی، تو فرمان انجام داده یعنی که عملی کرده فرمان رحمان و همه کار انجام داده ولی بدون که تا وقت تو زنده ای فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر یک عملی یعنی به مقدار دانه ارزش اگر تو نیکی انجام بدی پس تو اون عملی نیکته حتما خواهی دید. به همون خاطر امیدواریم مقامدارانی که در دستشان یعنی که بعضی از چیزها در قدرت در کشور وجود دارد میتوانند کارهای را انجام بدن که اون یک باره نظامی مستبد رحمانوف عوض بکنن و آینده نیک این ملت به دست اونها به نام اونها در تاریخ تاجیک ثبت گردد. ولی اگر خواسته باشه که به مانندی همین 287 به مانندی همین ظفر ملت به مانندی همین یعنی که اون چیزی که برای این ملت یگان منفعت آینده خواهد آورد و همین خیل گروز 200 میشه و یک چیز ریفاله و پرتافته میشه پس تو باید بدونی که نتیجه و نهایت تو انا همین خیل خارزار انا همین خیل بدبختی فرزندی بیگناهت میبره. تو یک آدمی به ارزش یا آدمی یگان دارای یگان ارزشی یعنی که مهمه نمیتونی که تو باشی. پس در دستی توست، پس نتیجه در دستی توست. امکان ندارد که آن چیزی که تو یعنی که امروز انجام میدی اون سبب میگردد که یعنی که به همین شکلی که هستی فعلا یعنی که باقی مونی. پس این قضیه بار دیگر میگم یعنی که در قضیه تو مثبت خواهد شد در تاریخ این ملت. امکان ندارد که آن چیزی که تو انجام میدی اون قضیه به همون شکل فراموش شود. نه و ما ربک نسیه. هیچ وقت پروردگار تو فراموش خاطر نیست. هیچ وقت پروردگار تو فراموش نیست. نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. و ما ربک نسیه. الله پروردگار تو هرگز فراموش خاطر نیست و هرگز فراموش
نخواهد کرد آنچه که انجام دادی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر کسی از شما یک مقدار ذره خیر هم انجام داد، یعنی که میبیند. فمن یعمل مثقال ذره شر یره. هر مثقال ذره بدی هم که انجام دادی تو خواهی دید. ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم. هر مصیبت بالای شما میرسد از نفسای خود شماست. یعنی این سخن من نیست، اینا سخنهای الله هست. پس امروز در دست شماست. فردا که رحمانو چی پروژه میکشه در دست تو نیست. امکان نداره که در دست تو فردا باشه. پس امروز که در دست تو است نوبت، یعنی که تو باید قضیه‌ش بفهمی، تو باید بدونی که چی کار باید بکنی. امکان ندارد که کارهایی که تو انجام میدی اون کارها یعنی که فراموش شوند. اون کارها یعنی مردم اونها را نفهمند، مردم اونها را ندانند، مردم یعنی که در اون مسئله ها همین شکل باشن. نه، همه چیزا هم الله میدونه، هم مردم که شاهدای الله در زمینن حتما از اونها آگاهی دارند. خوب بیننده عزیز و گرامی، آغازین برنامه ما که در مورد علیشیر میرزان‌آباد بود و آن چیزی که ماورای حوادثی که در اون قضیه دور میخورد و در مورد کشادن فکرهای شما و در مورد اینکه رحمانوف همیشه افرادی که با او بودند، با او کار کردند، با او یکجا بودند، هم یراق بودند، کارهایی که انجام دادند چی شد؟ یعنی که همه اونها را به ضرر گردانده است. پس این است وضعیت، پس این است آن چیزی که یک نفری که به رحمانوف خدمت میکنه آیندهش باید خوب بداند و آیندهش خوب باید بفهمد. در غیر این صورت امکان ندارد که یعنی این ملت و این مردم وضعیت و حالت یعنی به همون شکلی که هست، یعنی گویا این که کار کند که اون چی باشد، یعنی کاری که انجام میدهد اون یگان معنا ندارد. نه، هیچ وقت شما خودتون متروکه و ترک کرده شده فکر نکنید. شما حتما بنده اللهید و شما حتما با یعنی که صدای شما و صدای نجده شما فریادرس هست که اون فریادرس خالق ما و شماست. حتما به داد ما خواهد رسید. اگر چند ظلم علیشیر میرزان‌آباد 5 سال ادامه کرد ولی نهایتش را الله با رقم ظفر به پایان رسانید. اگر ظلم علیشیر میرزان‌آباد طول 5.5 سال ادامه پیدا کرد، نهایت او با گذاشتن یک رقمی که دلالت کننده بر روز نو میکند برای مردم پامیر به ارمغان گذاشت. اگر علیشیر میرزان‌آباد بزرگترین شیرمردترین مردان بلخشانی را، مردان پامیری را قتل کرد، زندانی کرد، بدرقه کرد، ولی الله پس از اون نشانه گذاشت که آن نشانه رمز ظفر و رمز روز نو برای ملت و مردم تاجیکستان به بار آورد. پس هر ظالم باید بداند که نهایتش نهایت همین علیشیر میرزان‌آباد خواهد شد. نهایتش نهایت رقم 287 است که رقم 287 در ابجد با معنای ظفر یا با معنای روز نو یا با معنای زور هم آمده است. یعنی ببینید واژه‌هایی که در رقم 287 نهفته است دلالت بر پیروزی، دلالت بر ظفر، دلالت بر روز نو و دلالت بر زور. شخصی که زوری بالای این ملت کرد، زور الله بالای او حتما تسلط پیدا کرد. این است نشانه های ابدیتی که الله بالای هر ظالم خودش پس از اون میگذارد تا اینکه عبرت برای افرادی که عبرت بگیرند باشد. در غیر این صورت ظالمان شما هیچ کسی جز از یک رفاله های استفاده شده و دور می انداخته شده دیگر چیزی در نزد رحمانوف نیستید و چیزی نخواهد بود. پس ظالمان چون رمضان رحیمزاده، اس یتیموف، حبیب الله وحیدوف و ظالمان و ظالم چهکان دیگری که در انتظار از بین بردن یا به ضرر گرداندن هستید و روز و ساعت شماری میکنید، بدانید که روز شما به همین شکل نهایت پیدا خواهد کرد. پس امروز با تا آن روزی که بالای شما یعنی که کار میکنند، امروز میتوانید کار کنید تا اینکه نام های سیاه خود را در نزد این ملت و آن لکه های سیاه نام خود را پاک نمایید. پس آن در دستی خود توست ای ظالم. این را خوب بدان
و آگاه باش که امروز در اختیار توست ولی فردا دیگر در اختیار تو نیست. دیروز گذشت، امروز در اختیارت است و فردا در یعنی که از آن آگاهی نداری. الله سبحانه و تعالی نهایت نیک خوب را برای هر یک کدام ما و شما عنایت کند و الله سبحانه و تعالی ما و شما را به بهترین روزگار و بهترین وضعیت و حالت با از بین برده شدن این ظالمان نصیب و روزی گرداند. خوب بیننده عزیز و گرامی، این قسمت اولی برنامه بود که در مورد علیشیر میرزانباد و عملکردهای او و چگونه نهایتی بد را خداوند برای او داد و تا اینکه تا امروز ما و شما دیگر تا روز قیامت این واژه 287 و زور روز نو یا اینکه ظفر را ان شاء الله زمزمه خواهیم کرد. خوب بیننده عزیز گرامی، چنانه که آگاهی دارید البته سروزیر دولت گرجستان و تاجیکستان سفر کرد، همتون در یاد دارید و در شبکه‌های اجتماعی هم دیدید. ما دیگر به خاطر مشکلات نشدن در کانال نمیگذاریم همون یعنی اون چیزی که مربوط به یعنی چی هست، مربوط به اگر هازیمن امینه که زور بله اگر امینه هازیمن بشود که یک بار فقط مردم باید ببیننده یک بعضی از حالت‌های هست که یعنی مردم باید دقت جدی بتین تا قضیه را بیشتر و خوبتر بفهمن. وقتی که ما گپ میزنیم که یعنی رستم هیچ فرقیت از پدرش ندارد بلکه بدتر است، همین بگذارید در یعنی که بله فقط به صدا بگذارش. خوب یعنی که واقعا وقتی که بعضی از وضعیت و حالت‌ها را ما می‌بینیم خیلی در تعجب می‌مونیم. چرا؟ چون که امکان دارد که یک کارهای انجام شود ولی فرزند به اون شکل نباشد، ولی می‌بینیم که وضعیت نه به شکل دیگر است، یعنی که بله بمونش نگاه کنید. انا کی سروزیری چی است؟ سروزیری است و ایرانش تربز است و این تربزی که موندگی است همون سه و چیزایی که در عربا موندگی است، یعنی همون کارو که پدرش آتش میکنه همون کارا را در نزد سروزیر گروزیا هم انجام داده است. یعنی که آخه به خدا قسم شرم خی مثال من کاری انجام داده استم باید بچهای من همون کار انجام کنن، بچهای من باید دیگه کار کنن از من بهتر کار کنن، از من زورتر کار کنن، کارایی کنن که برای ملت مردم، برای دینشون، برای وطنشون، برای امت اسلام کاری انجام بدن از پدرشون بهتر و خوبتر. یعنی اینا من میخوام، نه بخوام رنگ من بچهای من کار کنن. نگاه کنید همه چیزا رو گرفتن موندن دیگه. و خدا قسم یا شرمندگی همین رحمان و فی ولد زینای پدر لعنتی مادر به خطا رفته گردن بلانی گزی، یعنی که چیکاری که میکرد همین رستم هم همون کارا را با افراد نوی که میآین یعنی که مثلا مهمان میشون تقریبا همون کارا را همون ناناماندگی و همون یعنی که قروت همون یعنی که دونه و یک اون چیز نمیخره و رستم قلص است گفت شب پدرم قلصه خوب اینه کلچه و اینه شفتالو و سیوید دیگه انگور قاقی نمیدونم زردالو و قاقی چون چوید دیگه یعنی که این همیه، این همین وضعیت و این همین حالت و این همین یعنی که کاروبار این همین است. و اینا میگن چی؟ اینا میگن یعنی که تشبیه شباهتی که رستم با پدرش دارد در بسیاری از وضعیت، بسیاری از حالت‌ها که
واقعا هم این یکی از پدیده های خیلی بد و این یکی از کارهای خیلی واقعا هم بد است که دیگر باید یعنی که ملت و مردم از آن آگاهی داشته باشند که هیچ تغییرات یعنی که در عملکردهای رستم در آینده نیز نخواهد بود. هر کاری که پدرش کرد همون کاره یعنی که رستم هم انجام میده. خب این هم قضیه اون چیزی که سفر آخری همین. و در قضیه هایی که این روزها بیننده عزیز گرامی در منطقه میگذرد، همین باید برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی که در روسیه قرار دارد بگم. واقعا وضعیت روسیه روز به روز بی‌ضبط‌تر شده ایستاده است، از اندازه زیاد بی‌ضبط شده ایستاده است. بعضی برادرایی که تاجیکستان رفتن یا یگونجا رفتن یا دیپورتشون کردن اول زیغ بودن، ولی حالا زنگ میزنن میگن الحمدلله دیپورتون کن اومدم، انا فلانی شیطری کردن، انا ایشتری شده، انا اوشتری شد. به همون خاطر عسى ان تكرهوا شيئا فهو خیر لكم و عسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. بعضی از چیزایی هستن که شما بعدش میبینید ولی اون برای شما نیک است. بس از چیزی که شما دوستش می‌دارید اون برای شما بد است. خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید. پس در قضیه اون چیزی که مربوط به یعنی که روسیه هست، این روزها خاصتا برادرانی که در مرکزی روسیه هستند، خاصتا شهر مسکو و خاصتا در پیتر و خاصتا شهرهای نفتی که روسیه در اونجا یعنی که پریربط و چیزای زوادهای نفت هستند، یعنی که مورد اساسی هجوم قرار میگیرند. خب آنچه که اخبار را میبینیم منشر که دقت میتیم همین است، یعنی که وضعیت‌های مراکز بزرگ روسیه را به جهنم تبدیل کردن، چی از پیتر باشد، چی از مسکو باشد و چی از یعنی که منطقه‌های نزدیک مرزی، واقعا به یک وضعیت خیلی بد گرفتار هستند. پس در این قضیه باید هر یک تاجیکی که در مرکزهای روسیه قرار دارد از امروز یعنی که قضیه را باید خوب بفهمد و روسیه برای شما دیگر جای امن نیست و یعنی که از امروز برای فرداتون فکرهای زندگیتون باید داشته باشید تا اینکه یعنی که همچون یک یعنی استفاده تون نبرند در این جنگ های بی معنی و به همین خیل به هدر یعنی که بیهوده از دنیا نگذرید. دیشب یک برنامه با زبان عربی که بی بی سی آماده کردگی بود، عرب هایی که در جنگ اوکراین کشته شدند، واقعا خیلی زیاد عرب یعنی که یمنی ها، سوری ها، خب دیگر از دولت های گوناگون دنیا عرب ها زیاد یعنی که آمدن جنگ کردن، ولی بیشتر سوری، یمنی و مصری ها هستند، فلسطینی ها هستند، اردنی ها هستند، دیگر ملت ها هستند. ولی از عدد افرادی که از این دو دولت است، سوریه چون یه زنک از ورانش یعنی که براشون $5000 میگفت است هر نفری که از سوریه می آمده است و میگفت است که $3000 شو بود دوباره با من میتی و $300 برای کار ما انجام دادن، 1700 میداد استش، میوردن گراجدانسوی روسیه قسم میخورن و دوباره روانش میکنن به جنگ برای کشته شدن و هیچ نفرش از جنگ دیگه زنده نبرآمده است. انا همین است. پس خوب فکر کنید، خوب دقت بدید تا اینکه یعنی وضعیتون بی‌ضبط نشود. وقتی وضعیتون بی‌ضبط شد پس بدونید که یعنی که از این چیزها شما آگاه کرده شده اید، دیدید که صدوات به کدام شکل است، صاحبای بزرگ که چی گپ شید. انا میتره این دنیا یوم لک یوم علیک، یک روز از تو است، یک روز دیگه بر ضد تو است. امروز یعنی که پشت یعنی که بزینی، فردا زین با پشتی، یعنی که زین در پشته در بالا سوار میشوند. و همون خاطر یعنی که این چیزها و تلک الایام نداولها بین الناس، اینا روزهایی هستند که بین مردم در گردششون قرار میدیم. در گردش قرار دادن روزها همین است، یعنی و تلک الایام نداولها بین الناس که الله میگه همین است، یعنی یک روز از تو است، یک روز بر علیه تو است. پس روزهای سخت روسیه را انتظار است و البته خاصتا افرادی که در دولت‌های لاتویا، لیتوا زندگی میکنند، پولشا تا جای اونها هم جای‌های یعنی نه اونقدر فعلا از نگاه امنیتی امن حساب میشوند و مشکل یعنی که چیزهای بعدی را این پلیدهای یعنی که مهاجم‌ها و اگریسورها نیت‌های شوم و بد دارند. پس نیت کارهاتون رو فکر کنید، نگاه کنید چی است، چون امروز دیگر
وضاقت علینا الارض بما رحبت شده است، چون که الله در قرآن در سوره توبه است الله اعلم میگه، یعنی که زمین بر بالای ما دیگر برای ما تنگ شده است. یعنی تنگ شوی زمین همین است که واقعا هم یعنی که جنگ ها را برای بقا در قدرت وقتی که مهلت تمام میشه و مشکلات زیاد میشه و همین است، پس جنگ در جنگ بدن تر در قدرت بیشتر باقی میمونه و از جوابداری جنایتی آزاد شدن است. بعضی از پرزیدنت های کشورهای اروپایی مهلت های پرزیدنتیشون وقتی که با آخر رسیدنی می شود دیگر چیکار میکنن؟ کوشش میکنن که در حالت جنگی قرار بگیرن یا در یک جنگ کش شوند یا اینکه بعضی از کارهای را استفاده میبرند تا اینکه مبادا پس از اتمام مهلت ریاست جمهوری برای بعضی از کارهای انجام دادگیم و جوابداری جنایتی کشیده نشن. او رحمان افکو معلومه دیگه این خانه ساخته تا روزی که زنده، یعنی که طبق قانونی تجاوز شده تاجیکستان بتونه خودش تا مردنش پدرنلت همچون پیشوای ملت پیشنهاد کنه و مردم آواز دادن بگیرن زندگی کنه که پرزیدنتی کنه و یعنی که همین خیلی ملت مردم نگه بداره. پس وضعیت تاجیکستان هم از نگاهی یعنی که سیلخیزی و آبهایی که آماده است، یعنی آفت‌های الهی، واقعا هم در بعضی از منطقه های ولایت سوق برادرانی که صحبت میکنیم گپ میزنن با ما، یعنی برق ندارن، تقریبا در رودکی برق نیست که در همشفتی یعنی که دوشنبه هست، منطقه های اطراف دوشنبه ولایت سوق، یعنی از استرافشان، از پنجکین، از بوجان غفوروف، از یعنی دیوشتیچ می نویسند که برق نداره. یعنی وضعیت در همین تابستان هم با بی برقی زندگی دارند مردم. اینها همش دلیل های چی هستند؟ دلیل های واقعا هم خیلی تضمین از وضعیت و حالتی که ما در تابستان در آغاز این ماهی تابستان قرار داریم، ولی زمستان خیلی سنگین را یعنی انتظاری اکثری از مردم این مناطق یعنی که در نظر است، چون این بعضی از دیکتاتوران دیگر نمیخواهند که از قدرت روند، چون از قدرت رفتن اونها یعنی که به زندان رفتن و به وضعیت‌های بد گرفتار شدن ایشان است. پس به همون خاطر در اینجا تنها مردمی یعنی چی میگن مردمی بیگناه، مردمی آسوده رنج میبرند. پس باید وضعیت ما خودمون با دستای خودمون به شکل تغییر بدیم، وضعیت خودمون و وضعیت حالت و زندگیمون رو باید از امروز یعنی که بیشتر اهمیت بدیم که یعنی که بعد از چند ماه چی وضعیت‌های بد یعنی که به سر ما میآید، چی در روسیه بدمون، چی در تاجیکستان بدمون و چی در کشورهای بالتیک که قرار داشتگی به مانند لاتویا، لیتوا و پولشا، یعنی یک چی میگن زوبه که روسیه با این کشورها دارد و میخواهد که قدرت نمایی خودش پوتین نشان بده. و همون خاطر باید از امروز و افرادی که در کشورهای بالتیک قرار دارید، از در کشورهای پریبالتیک قرار دارید، باید بفهمید که یعنی وضعیت نه آنچنان خوبه هست که شما یعنی فکر میکنید. امروز برای فرداتون باید فکرتون رو بکنید، چون که اون فردایی که بد رسید دیگر در اون وقت چنینه که یک برادر الله حفظش کنه، من در ترکیه بودم، نه من در قرغیزستان بودم، این وضعیت بیزه بشته اصلا ای طرح ببرو ترا وضعیت تمتر میکنم، من چیگنو دارم که من وضعیت نبیزه میکنم، همین شب میشی زنگ میزده بچه ببرو وضعیت بیزه میکنم در قرغیزستان، من چیگنو دارم که وضعیت من بیزه میکنم. حالا 2 ماه دیگه مونده بود برای همین خبرها، یکی واقعا هم تقریبا 10-12 بار زنگ زد، گفت بعد در فکر زدم که بعد از او بعد شروع شد. یعنی چرا؟ چون که بعضی از افراد وقتی که خبر میکنن منظور از وضعیت خوبی تر میخواهند، نه اینکه برای تر بد کردن یعنی و رفیقای بهترین. چون که من این مسئله را از تحلیل هایی که شبانه روزی تماشا میکنیم، از هجوم هایی که به مسکو صورت میگیرد و از هجوم های یعنی که میمالیات که در کشورهای پریبالتیک قرار گرفته است، این یک وضعیت آرامش قبل از طوفان ifade کننده هست. پس به همون خاطر باید وضعیتتون امروز در اختیار شماست، خودتون میتونید که هر چیزی که هست یعنی که فکر کنید تا وضعیت یعنی که به شکل
باید که از امروز دقت جدی باید بتید و تاجیکایی که در روسیه هستید آماده تمامی یعنی که وضعیت باشید، آماده تمام وضعیتی که در آینده صورت میگیرد باشید. یعنی خیلی وضعیت های بعد یعنی که انتظار منطقه هست. ما نمیدونیم که الله سبحانه و تعالی یعنی که چی سرنوشتی را برای ما و شما مهیا کرده است، اما همین قدرش میدونیم که اون چیزی که نهایتی یعنی که امروز ما و شما دیده ایستادیم، این وضعیت خیلی وضعیتی بد است و این وضعیت میتوند که یعنی که با مشکلاتی وزمینتر منطقه را یعنی که بکشاند. پس چیکار کنیم؟ باید در صدد و فکری کاری که باید برای ما ضرر آینده نمیتواند رسانده از امروز باید باشه. خوب، این مسئله همین بود. امیدوارم که انشاءالله چیزی که تونستیم خبر کرده و آگاه کرده مهاجر امروز تاجیک یعنی که خبر کردیم تا نکند که آینده یعنی که بگن که ما را خبر نکردند و ما یعنی که آگاهی یا اینکه اون چیزی که باید میشد نفهمیدیم و از این آگاهی نداشتیم. و برادرانی که با اصلاح همکار هستند و کارهای انجام میتین، هفته گذشته الحمدلله در عددی 25,000 روبله یا اینکه 250 یورو یعنی یک نفر دیگر پیلوس شد که اون هم عددی افرادی 250 یورو 19 شد و عددی افرادی که 500 یورو یا اینکه همون 50,000 روبل است 25 نفر تا به حال یعنی که باقی مونده است. خب ما انشاءالله که کارهایی که باید صورت بگیرد در اصلاح لایف خوب دیده ایستاده این است و اون چیزی که مربوط به اصلاح تاجیک تیوی است در گوگل به شکل بهتر و خوبتر انشاءالله که کارها انجام داده است. 95% کارها در کانال انجام شدگی است و امیدوارم که انشاءالله در روزهای نزدیک افتتاح کامل تمامی بخشاش صورت میگیرد و امیدوارم انشاءالله برنامه 366 مقالش نشر شد، 367 68 69 هم آماده هست و برنامه های رامید 1 و 2 آماده شدند. ممکن است 8 برنامه یا 7 برنامه از رامید شود. یعنی خیلی معلومات های جالب از رامید هم به ما هست رسید و واقعا یک سلسله برنامه های از رامید انشاءالله که تقدیمتون خواهد گشت که این یعنی یک مسئله خیلی مهمی وضعیتی که تا امروز مردم رامید وضعیتاشون از تمامی چیزش از تمامی وضعیت و حالت یعنی که انشاءالله از رامید آگاهی پیدا میکنید. خیلی دهشت است، خیلی وحشت است، خیلی بدبختی ها هست که یعنی که از رامید انشاءالله برنامه های مکرر انجام میگیرد و این چنین برنامه هایی که فعلا ما در صدد آماده کردن اونها هستیم. یعنی که در قضیه یک از دنقره یک نامه خیلی جالب است و این چنین از قضیه خراسان یعنی که همون مسئله کشته شدن زن بانومی یعنی که عایشه همون است. یعنی که این هم آماده عبدالرحمن جامی یعنی که این هم آماده شده ایستاده است و این چنین خوب در مورد آلمان که یک برنامه خیلی جالب و در مورد سفیر، در مورد کنسول، در مورد پیوند، در مورد یعنی که بزهایی که در آلمان هستند، نام، نسب، یعنی که رقم های تلفن، شکل تأسیس، یعنی که کیها در آلمان کار کرده هستند، به کدام بخش، به کدام شکل همش هست. یعنی که در مورد شریف میرزا شریف و در مورد فیروز دولتوف، در مورد پیوند، در مورد امام دین ستارو، در مورد ابوبکر مزرابوف، یعنی که در مورد خوب دیگر همین بزغلایی که در یعنی که آلمان هستند. برنامه خیلی یعنی که جالب هست. رقمی یعنی که پیوند زیر شماره VR 7992 نام رسمیش یعنی که پیوند تاجیکان آلمان سنه کی 1 نوامبر سال 2025 تأسیس شدگی. هیئت رهبریش فیروز دولتوف، معاون شریف جان میرزا شریف و کاتبی
یعنی که همین مؤسسه یا اینکه پیوند اکرم چیچک و مسئول خزینه دار ابوبکر مزروفی دوسلدورف، یعنی که همه معلوماتش دقیق برای ما رسیدگی هستند. اما این چیزا انشاءالله که این چنین خب دیگر خیلی کارهای عجیب و جالبی دیگری را انشاءالله که در این برنامه در مورد رستم سعیدов ابوبکر دهخانov مرجانه برکه و شهرت سنگینov نظیر پیرکov بختیار عبداللهیف ممتاز سعداللهزاده خوشدل پیرکov انس و فرهاد، یعنی که معلومات خیلی زیاد، رقم های تلفن شهرت دهخان سعید رستم فیروز دیگه تمام چیزاشون انشاءالله که آماده شدگی است. خدا خواه حتما تقدیم ملت و مردم میگردند و وضعیت و حالت خدا خواه که خوب میمونند. از اماندین ستاروف کورای گرینش نشر میشه و که دیگه گفت گپا خدا خواه نهایت دیپلماتیش هم خدا خواه هست. خب دیگر همین چیزها آماده هستیم که خدا خواه نشر شوند و وضعیت و حالتی مردمی یعنی که آلمان هم انشاءالله که نشر می شود تا مردم بیشتر و خوبتر میفهمند. خب دیگر یعنی که حالا فعلا دیگر پیشگویی بیشتر نمیکنیم در این قضیه. خدا نشر می شود بعد بفهمی خدا که چی گپ است و چی خبر است. خب بله بیننده عزیز گرامی، این آغازین برنامه بود و امیدواریم که اون چیزی که براتون گفتیم خدا خواهد ما یک و اصلاح شبکه نیست که و همین خیل شما بتونید که خاموش کنید و شما بتونید که ما را از مطاف دور کنید. نه، ما اگر یک نفرم که باقی بماند مبارزمون ادامه میبریم و هیچ مشکلی در این قضیه انشاءالله که وجود ندارد. خب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن برادرانی که 1200 نفر در اصلاحیه انگلیش تماشا دارید، موردی سلکه دیگری که از سلکه همین برنامه اصلاح لایف در اصلاحیه انگلیش هم بگذارید، داخل شید. یعنی که از دیروز تا امروز 80 نفر دیدن که امکان انجام دادن کارهایی که در آینده انشاءالله می شود برامون خوبتر و بهتر انشاءالله صورت گیرد. پادپیسات به شبکه یعنی که اصلاح لایف پادپیسات کنید تا ما بتونیم کارهامون بیشتر انجام بدیم انشاءالله. خب اون چیزی که در اصلاح لایف رفته ایستاده است خب فعلا معلوم است و حدود 1080 نفر در اصلاحیه انگلیش ما را تماشا دارند و حدود 907 نفر در فیسبوک ما را یعنی که دنبال دارند، 911 نفر یعنی که دنبال دارند در یوتیوب در فیسبوک ما را. الحمدلله اینا همش فضل و کرم الله هستند و یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. این فایدهشون ندارد، یعنی هر عمل کرده که اینها انجام میتین این عمل کردهای اینها بر علیه خودشون تمام میشود و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. الله سبحانه و تعالی بهترین اون مکری که ماکران انجام میدهد الله اونها را میداند که چگونه خودش محو و نابود کند، چون که الله سبحانه و تعالی وعده کرده از خودش برای افرادی که اونها در راه خودش هستند و هدف اونها تنها و تنها رضایت خالقشان هست. الله سبحانه و تعالی تمام آن چیزی که میتونند انونجی الله سبحانه و تعالی ناجی مؤمنین است. یعنی که الله سبحانه و تعالی فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. الله خودش بسنده است اگر در حالت زندگی و در حالت غیر از زنده بودن ما هم الله ما و شما را بسنده است و کافی است که یعنی که با ما چیکار کند و آن چیزی که امکانی انجام دادن چیزی هست. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به مراد و مقصود نهاییمان حتما خواهد رساند. برادرانی که در دوشنبه هستند، فعلا برادران دوشنبه همان برادران 14 نفره، خب البته فهمیدید برادران 14 نفره یعنی که در تماس ببرویند، چون 6 روز شد دیگر در تماس نیستند. برادرانی که
در گروه 14 نفره هستند. انشاءالله امیدواریم فهمیدید و یعنی که نفر دوم یا نفر یکم مهم نیست برای ما، نفر دوم یا نفر سوم حتما باید به تماس ببرند تا بعضی از حالت‌هایی که با وجود آمده است انشاءالله اونها را مورد بررسی قرار بدیم و شکل تماس معین هست که با کدام شکل باید تماس بگیرند و امیدواریم همین خیلی بعد بچه‌ای که در یعنی که منطقه 3 قرار دارد، در منطقه 3 فهمیده 3 خودتون رژیون 3 شما هم اگر یعنی که البته مهم نیست خیلی زیاد ولی من تماس ببرید مهم هست که باید انشاءالله که صورت بگیرد. خب همین است انشاءالله من پیام های خود ما گذاشتم و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را و آن چیزی که یحب و یرضا از ما و شما یعنی که راضی باشد خداوند ما و شما را و مراد و مقصود ازلی و ابدیمون انشاءالله که برساند. خب بیننده گرامی در پادکست به شبکه اصلاح لایف کوتاهی نکنید در گذاشتن لایکاتون، همچنین هر چقدر که شما لایکاتون رو در اصلاح لایف میگذارید سبب بیشتری نشر شدن میشود و برادرانی که در اصلاح انگلیش هستید میتونید که یک بار در آمده در اصلاح لایف هم پادکست و هم لایک های خودتون رو بگذارید تا سبب بیشتر شدن عددی بیننده و نشر برنامه های اصلاح لایف که تنها کانال ها یعنی برنامه های زنده در اصلاح لایف می رود یعنی که سهم خودتون در این مسئله انشاءالله که برسانید. حتما این کار انجام دهید، اگرچه بعد از برنامه هم باشد مشکل نیست، وارد اصلاح لایف شوید و در اصلاح لایف اون چیزی که باید انجام دهید پای خودتون بگذارید. چرا؟ چون پای شما خیلی مهم هست و لایک های شما خیلی مهم هست و اون چیزی که شما میتونید انجام داده یعنی که اون واقعا برای مبارزه خیلی مهم است و دیگر روزهای مهم و روزهای انشاءالله خاطرمانی در آینده نزدیک ما و شما را انشاءالله که انتظار است. خب در اصلاح لایف هم لایک های خودتون را بگذارید تا سبب بیشتر دیده شدن برنامه شود. 205 لایک در اصلاح لایف است. امیدواریم که در گذاشتن لایکاتون برادرانی که بیش از 1000 نفر تماشا دارید برنامه را یعنی که در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. چرا؟ چون لایک های شما سبب بیشتر شدن عدد بیننده و بیشتر شدن افرادی که در آینده پس از برنامه هم میتونن ما را ببینن و از معلومات هایی که براتون گذاشتیم یا میگذاریم یعنی آگاه میگردن. خب پس امیدواریم انشاءالله در قضیه عمومی کوتاهی نکنید. برادرانی که در امریکا هستید، برادرانی که در اروپا هستید، سهم خودتون را به خاطر پیشرفت کارهای اصلاح فراموش نکنید که ما در انجام عملهایی که برای آزادی هر یک کدومی ما و شماست کارهامون را انجام داده هستیم. فابریکای جواب، فرمای جواب بازم دیده ایستادن که کار ما الحمدلله هیچ خلل وارد نشده است. اون چیزی که فکر میکردن، اون چیزی که کانالی که بود مردم همه دیدن، شرمندگی شما را هم فهمیدن دیگه، نیاز به حفظ اون هست یا نیست حافظ الله خودش است. ما یعنی که هر چیزی که الله خواست ما از او راضییم، هیچ لا راد لقضاء الله، هیچ چیزی به آن چیزی که الله سبحانه و تعالی انجام میدهد ما از اون ناراضی نیستیم، ما از او خوشحالیم، چون که الله سبحانه و تعالی خودش بهتر و خوبتر میداند، دروازه‌های بهتر و خوبتری را برای ما یعنی که باز کردنش هم مهیا میکند. پس ان شاء الله که ما در این قضیه اصلا یعنی که غمگین نیستیم. چرا؟ چون که لله ما اعطى و لله ما اخذ، الله آن چیزی را که داد و الله باز میگیرش، چون هیچ چیز در این دنیا ابدی نیست. یعنی و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، تنها وجه الله هست که باقی است و ابدی خواهد ماند. پس هیچ چیزی در این دنیا ابدی و همیشگی و مداوم و استوار نیست و نخواهد بود و هیچ چیزی هم نخواهد ماند جز از وجه و اون چیزی که ذات پاک الله سبحانه و تعالی را در بر میگیرد. دیگر همه چیز زوال پذیر است و فنا پذیر است جز از الله سبحانه و تعالی. پس ما به همه آن چیزی که الله برای ما میدهد و انجام میدهد راضی هستیم و خوشحال هستیم و هیچ چیزی یعنی که در این قضیه غمگین هم نیستیم.
همون خاطر الله سبحانه و تعالی موفقیت پیروزی را نصیب روزی ما گرداند. خب واقعا هم خیلی در ما گرم است، امروز حدود 36 37 درجه در ما گرم است، واقعا خیلی گرم است. دیگر طاقت زیاد هم صحبت کردنم یعنی که نیست. اگر برادرانی که باشند صحبت کنند مرحمت، ما یعنی که بعد یک اعلان دیگر هم داریم. اون مسئله را باید هر یک کدوم شما بدونید. روز چهارشنبه یک ملاقات، دو ملاقات داریم. البته یک ملاقات قبل از ظهر است. هر چی که خواستیم روز پنجشنبه گذاریمش، نه روز چهارشنبه همون چی را گذاشتن همون ملاقات. یعنی امکان دارد که اگر تا ساعت 4 ملاقاتمون تمام شد، انشاءالله که میرسیم تا ساعتی، یعنی که تا وقتی برنامه. ولی اگر ملاقاتمون تمام نشد و صحبت طولانی شد و کارهایی که بازم برای وطن تاجیکستان است، ممکن است روز چهارشنبه برنامه کردن نتونیم، پس روز یکشنبه می شود برنامه. ولی اگر به شرطی که من بدانم نیم ساعت 20 دقیقه دیر میکنیم، پس حتما انشاءالله که برنامه روز چهارشنبه مونه انشاءالله که انجام میتیم. ولی اگر به شرطی که نشد، پس برنامه روز یکشنبه می شود. چرا؟ چون امکان ندارد که ما اون ملاقات یعنی که برگزار نکنیم. اون ملاقات حتمی است، انشاءالله آن کارمون انجام میتیم. خب برادرانی که سهم خودشون توسط پیپال گذاشتن یعنی گذارید، چون کارهای زیادی توسط پیپال ما انجام میتیم که فعلا یعنی که غیر امکان است انجام ندادن اون کارها. بله برادر 707 پیروز 70. برادر محمد اقبال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشی برادر گرامی، سلامت باشی. برادر محمد اقبال، انشاءالله رحمان پیروزی نزدیک است. این پیروزی اگر نزدیک نمیشید، ستیه خچ و رحمانوف میمون. انشاءالله رحمان ستیه و برادر محمد اقبال 287 انشاءالله رحمان از ستیه ما فرق داره. انشاءالله ستیه 287 307 ایمو 187 درست. ولی 100% امنیتیو والله قسم این میتونه برای نصف نابود تومنه یا پرازنیک سازدوات منن یا که یا مهمون قبول منن کیف صفا منن میگردن مردت تمام فراموش. بله 100%. برادر محمد اقبال والله قسم من میگم که ای را بکی یا ماشین زد پیچید یا نمره کی یا نمره پارت افتان در راه اینمی ماشینی همو بود اینا برا ایرا والله قسم اولش پروردگار من میگم که کرامی روستمان ای بخچکو راه ہوئی که از برادر محمد اقبال چرز اباش بخچ راه ہوئی که از آدمای خچ مونده از برادر محمد اقبال. همه چیز امکان داره. ما یعنی که مردم دمو روستامت نخوی نوجنای دمو امام علی نخوی نوجنای دمو مردم والله قسم بخیزم همی خسر بچهاش همه نابود کنیم کو والله قسم نه دیگر رحمان فامیوی نه رستم شاه ان میتمه برای والله قسم نیست نابود مومنه کو کیف صفا منه نگردم برادر محمد اقبال. بله برادر محمد اقبال دو برادر رفته سن در سفرن گفتم یا دعا شفتی برادر محمد اقبال خدا سلام گفتم برادر محمد اقبال. سلامت باشه. الله سبحانه و تعالی سفر برادر را به خطر بگردونه و خداوند ساق سلامت برسن و در قطار این برادران همه برادرانی که در سفر قرار دارن خداوند در حفظ و حمایت خودش نگهشون بداره و الله ساق سلامت به مکانهاشون برسن. بارک الله. سلامت باشی برادر. ایرا بکی برادر محمد اقبال حسن وقتش کدمه فورا نیست نابود منه امام علیش نیست نابود منه رستمش نیست نابود منه این امنیتی های ما کجا نگه دارن امروز های پگاه نوبت خشو سر میشه والله قسم. بله درسته 100% همین شکل.
زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. انشاءالله رحمان پیروزی نزدیک است. آتش معین شی. زنده و سربلند باشی برادر. سلامت باشه برادر. بارک الله بارک الله. بله واقعا هم بچه‌ای که در روسیه هستید خوب دقت کنید، یعنی که وضعیت خیلی بد است. یعنی همه اون چیزی که شده ایستاده است خوب دیگر دیده ایستادید که چی وضعیت است و چی خبر است و چی کار است. دیگر در این یگان جای شک و شبهه نیست. خوب برادران و خواهرانی که میخواهید صحبت کردن، مرحمت وقتی صحبت هست، یعنی شما داخل شید برای صحبت کردن، یعنی صحبت کنید. اگر به شرط خواهش صحبت دارید وقتی صحبت هست، یعنی خب بله سلام علیکم. بله بله 665 وطن بفرما. صدا هست؟ صدا هست؟ وطن بله وطن بله. بله الو. بله بفرما. بله بله بفرما. صدا نیست. وطن 665 با یوتیوب تماشا نکه، امیتا گپ زد صدات میآید. اگر صدا را بله. سلام علیکم. ریگر بفرما. ریگری ریگری. خب اگر که نمیتونه صحبت کرده پس با تلفن زنگ بزنید و توسط تلفن گپ زنید. خب برادر بعضی از چیزا رو واقعا هم عجیب بشمار. رقم تلفن فلان آدم عجیبیم، رقم تلفن یک فلان آدم واقعی راستش خیلی عجیب جالبه. خب توسط تلفن زنگ بزنید وقتی مشکل در یعنی که توسط برنامه است با تلفن زنگ بزنید. بله ریگری. ریگری بفرما. سلام. بله صدا برومد بگم وطن. وطن 665 سلام علیکم علیکم السلام و رحمت و علیکم السلام. و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت. بله Har значит. گپ زن. برنامه را کم تر اگر
صدات بزیبایی. برنامه اگر بله میتونیم ما برنامه را بگیم که زمکنی کروک خب ما یک خط از کرایه ای طرف مقامات مهم. نم خیل میواردورش میکشش بو بله دیگه بو دیگه نمونه اسپول سواد می دیگهش انتظار میشود اما بله وطن با چی بدرو با تلفن زنگ بزن برای که بسیار مشکل شد گپ زدن یک گپت میاد گپت نمیاد توسط تلفن زنگ بزنه با واتساپ زنگ بزنه یعنی با این مشکل است صحبت کردنتون به همون خاطر یعنی که نمیتونید گپ زده خب بله سلام علیکم بله الو بله بله سلام علیکم بفرمایید و علیکم السلام امیدوارم خوب هستید اینجا هستی استاد سلامت باشه بله بله. برنامه را واقعا برنامه خوب موندی اینجا ما میتونیم بگیم که زمک نیتی کروب شده سایده اوژه استاد اگر کلاشون کور نفرمونه یا که ما یک خط از کرای ایشا میکشه اوش انتظاره که نوبت ایش میه همچه خیلی که همی ما مردم را دعوت میکردیم میگفتیم که این انسان ما یک خط از کرای نگین عاقبت همی هم دبت میشود همیشی باز همین حالتی که برای مردم آوردن این مقامات همین حالت در سر چون اومده هم خیلی استاد 100% 100% همین حالت در سر چون اومده گیره ایره میفونشون نمیفونشون همیه خب چیه یک اینجا رحمان فهمو حکمت چنگیزی میگیم استاد همین مثال تکتیک چنگیز نیست چخیل که در روزه بخارا در اومد زورش نرسید چنگیزخان در بخارا در اومد زورش نرسید توجیه که گفت که ایسا بگذارین همین آزاد کشیدین مثال آزاد میگردین زدم را گرفت و همون را کشت اما خیلی بدم افکر مگر خطا نکنم دیگه باشه برای همه این چیزا یعنی که یگان نمود خیلی مهلت دادنی یعنی که قبل از خیلی که مردم تاجیک فعلا در آسیا یک مهلت کوتاه نامعلوم دارن یا مردم ترکستان یک مهلت نامعلوم دارن یعنی همین است یعنی که نهایت همین است ما خاطر باید از امروز برای فردا باید فکر کنیم اگر از امروز برای فردا فکر نکنیم وضعیت خیلی بد است همین است بله بله استاد عبرت بگیرم مقاماتو میرم مثال ما خوب میگیم شون بد میگیم شون ما مثال دیده و دونسته ای کار میکنیم ایدارای کار مثال یکم جای پندورش نیسته کی میگه که در تاجیکستان همه کارا نیست و ظلم تجاوز نیست هسته آخی همه ظالم میگه پاپونیکی رتبه داری گنرالی قدرت داری وزیری وظیفه داری یکی ظالمی رنگ یک محمد در اون هر قدر بسیار حرمت عزت نداری
بله همه خیلی بافکر یک نوع پیر محمد آقای من دلیل اومدی نمیگم من الفت خونه محمد شوی من نمیگم که خیلی برای مردم جون کندم بیچورو بله یعنی باید عبرت شوه همین مقامات ده عبرت رنگ همین کی شوه عزت و دویف این همون اومدی سکو گفت که من طرف مردم میگذارم همون آدم دانست فهمید پخته که بود فهمید که عاقبت همین کرونا درسته ایست گذاشت بله چرا شما نمیگذاریم چرا شما نمیگذاریم شما فرزند این ملتیم مقامات هم فهمید ما هم فرزند این ملتیم شما هم اگر که نمیتونین با محمد اقبال یه جو شنیدن محمد اقبال نمیفواتون برین پیش این حضرتی و استاد کبیری اونا با شنیده جو نمیفواتون پیش شرفیدین گدوز برین تیمور ورقی برین پیمون برین اما چه توکه همی ظلم دوام میکنن زن کنین تو کنون شده که یه ریجه درست همین ما همین بگیم اینا نگاه کنین 307 با ما را کفتین یفتین به چورو مردم دعوا هزار مادرها گیران سرسان ای پیش همین فرزنداشون ماده 287 برآمد ماده 287 برآمد نیالی جمعی را چطوری گفتنی موخی 307 دعوا هزار مادرها این چیزایی بچه هاشون که از دیدون برولن گیران جگراشون خون میریزن دعوا هزار مادرها دیگر پرالیت شدن ای فرسی پشتی فرزند چون بله دعوا هزار دیگر نمیدونه که چی میشه و فرزندشون خون میخورن شب با اما شما در رحمانوف یک آدم شما خطا نخود شما برای یک آدم برای این خیلی بگیم برای یک اویله این قدر تجاوز میکنین این قدر مثال قتل کشتار میکنین گبزنی نمیمونین مردم ها شین مردم ها نمیمونین تو گبزنی تقوی فا خونه دیگه و دیگه رفتین اونم مدر یمون بیچوره را بچه هلند رسوندین ماده 287 در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان میدونی چی ماده؟ ماده 287 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از خارجه برنگرداندن واسطه ها به اسعار خارجی ماده 287 از خارجه برنگرداندن یعنی واسطه ها از من پول که خارج برآوردگی همونا رو برنگرداندن یعنی اگر شخص یا راهبر تشکیلات مبلغ اسعار به خارج برآورده شده را که باید به تاجیکستان برگردانده شوند در حجم کلان برنگرداند میتواند مطابق این ماده و جوابگری جنایتی کشیده شود فهمیدی یعنی که خیلی ماده زور بوده بله 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 همین استاد همین قانون میگیم همین قچی میکنیم مثال اول همین مخالفه هسته که میگیم ای بر یمی زن کودک پدر مادر وطن همه چی گذاشتیم همین میگیم اول همون قیامو مردمش همون جدا کمی نفس آزاد میکشه کمی هم هرچند که هم نفس آزاد حساب نمیشه همون تاجیکستان خودش یک کنسولا گیره زندگی نکن میبری همونجا اگر کار نداشته باشی میبری یعنی یک کار او را به همون عذاب کار میوی و همون سپید نمیکنی این موبایل ما در توکله قطعی میگذاره برای هم اونجا تاجیکستان مردم تاجیک پدگ ای تاجیکستان چی سیده آخه پدگ ای تاجیکستان بله مثال استاد باید همی یکی جا فکر شوه خوب های گنده های همش یک خلاصه در باید بیولن آخری مثال جایی خیلی که دوملا چی شید نشید اما باید بدونن که اوفه عاقبت همو در میرسه همی تموز در باید آخری میدونی محمد چیکار کردی نکردیم همه میدونه ایره برای اینجا دوملو همی کار شید
من یمی ظالم همی کار کردم، من مثال همی کار در قبول من خوش بدم. بیا همیره که اون برنامه گذشته در گفتم ما همیره همیره سر نو شای افتان در کار مرحمت بیا برای همین وطن شما این مردم همی در تای بسپیلودی که در تای این قدر عذاب بولایی که ایستشون میکنن من تو ایستشون میکنن به داکومنتی به چیزی اوسش در دون عذاب به برقی ما گفته بودیم که سه برنامه پیش که مردم میگه برق نداره من شوخی فهمیدم نه برق نیست میگه کیف سفر استاد یک اولاد میکنه چرا شما نمیتونین اما خطون حرمت کنین این قدر شما خوندین رتبه گرفتین حرمت کردن نمیتونین خطونه حرمت نکردن خطون حرمت نکردن ملتونه حرمت نکردن خطون حرمت نکردن همون رتبهاتونه و همون مثال وظیفهاتونه این انسان شما این ملت تروریست افراطی و خویی نگرفتی خطون کردین همون رحمان میگه برای سلام یار میرین کلام یاری تو که این کارا میکنین این بعد چی نه همین کارا می در دوام میته خطون هم رفته سید میدونین خطون بنادونی ندوزین چی در کار خطون بنادونی میدوزین و در این باره استاد باید همین عمود رحمان فمقوش واقعی میدونن که همش در سمالات 200 میلیون دلاره نمیخنجن هرچند که هم استاد نمیکنه خدا میدونه که چی میشه و عاقبت همون رحمان فقط سمالیاتشه و در اینجا قوش اولاد رحمان خشت اولی دور شد نزدیک شد ایزا نکشید اوده خوش میشین شما هم میرین همه خیلی استاد بله بله همون باید اگر خوش شوان هم با هم میجده مثال وطنی و هم هست میدونین هم که ظلم بیا دولتیه عقل نشینی نکنین خوشین در اینجا اینفرماسیه های خبر های کمک های همکوری های چیزی باشه وطنتون هم ملتتون هم نجات بتین اما در این براتر در کش هم خشت اولی دوره یا تشمه وردوره یا هم کرتون میکنم میگه این خشت اولی من هم گرفتن یا هم هیلن نیران میکنن خیلی همی دوستان سلامت باشید بله بله زنده و سلامت باشید استاد خدا نگهبانتون خب درسته واقعا هم همین است وضعیت و ما در 287 در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مبلغ زیاد برآوردن از کشورهای که از 5 تا 8 سال به زندان محکوم می شود با در نظر داشتی آنچه که سودیه حکم میکند یعنی که واقعا ماده زور نومر زور ابجد زور یعنی که شما معنای زور دارد 287 سور یعنی ظفر روزی نو برآوردن مبلغ از اندازه زیاد یعنی مهاجر کردن مردم پراکنده کردن مردم پامیر این خودش همون اسعار یعنی که پولی ملیه چون شهروند کشور از اوری تاجیکستان برآوردن این خودش دولت به همون میکنه به همون خاطر یعنی خوب با دقت باشید ان شاء الله خداوند هیچ وقت یگان چیزا به حکمت یعنی که انجام نمیدهد همه عملکردهای الله سبحانه و تعالی دارای یعنی که حکمت های بالغه هستند که الله سبحانه و تعالی خدا خواهد کار را انجام میدهد که شفای دل های مؤمنان باشد. سلام علیکم. بله علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشین. برنامه آیا اون رمضان رحیم زاده و یتیم از این عبرت میگیرن؟ آنها دیگر امکان عبرت گرفتن هم ندارن، چرا که برای آنها دیگر امکانیت نمیتید حکومت مخصوصا رحمان، چرا که تا 2027 پیشتر قید کرده آمدن رستم به میدان رحمان کوشش میکند حداقل که هر کسی که باقی میماند
аз синни соли рустам хурдсолтар бошад, 1 сол ним сол ва ёки ҳамсоли рустам бошад то ҳудуди 40 сола. аз 40 сола боло ҳамаро мечинад аз майдон. майдони шахмот агар бинед, амо масалан шоҳ аст, вазир аст, аз рустам поён бояд бошад 30 солош. боло ҳамаро мечинад. инакун якташ сар шуд мисли Мирзонаботу, баъдан дигараш, вали навбат худо хоста бошад ба кӣ мерасад? ба раиси вилояти суғд мерасад, ба Қофлонбой. чаро ки баъди сари Раҳмон ба ӯ азиза нагирад дохӣ, ба ӯ мерасад. ин ятиму фу Рамазон Раҳимзодаам аз ино дур намемонад. бубинед ки як нафар ходими давлатӣ дар об меравад, чанд нафарро ба ҷустуҷӯ мекунад. шояд хай ҷамъи ҳамаи ҳамон солдатое ки маҷбур онҳоро мебаранд 1000 нафар ё 2000 нафар бошад. ходими давлатӣ бо ӯ қадар корое ки дар ҳукумат кардааст, бо 2-3 нафар дига коргарои давлат дар об меравад, ҳамагӣ чанд 1000 нафар шояд ӯро накованд. ва мо ҳам аз Парвардигор дуо мекунем ки ҳамин мурдаи ҳамин Мирзонаботова ҳаргиз наёванд ва фарзандошам бубинанд ки як золиме буд ба мисли Мирзонаботов рафт дар об наёфтаншанд ва дарси ибрат шавад барои дигарон. вале як кӯдаки хурдсол дар як кишвари дигар дар об меравад, 8 сола, даҳҳо ҳазор одам ӯро ҷустуҷӯ мекунанд ба хотири як амали хурде ки гуфтааст ман мурафиқи хидмат наҷот метиҳам. ин мардонагӣ аст. акун бубинед ки байни Мирзонаботов амалош ва амали як кӯдаки хурд чӣ қадар аст. ҳатто Раҳмонов марги ҳамонро ба дурустӣ, масалан ба як муддати муайян намонда, боз дар душанбе аз паси рақс бозиву ҳамон чизҳои худаш омад. ино Мирзонаботова агар грубо говоря бигем, худшон убират карда гирифтанд ва марги табиӣ набуд. ино худшон ҳамин корро ташкил кардаги ҳастанд, аз байн бардоштанша. чаро шоҳид дар кор набуд? ин худаш як чизи оддӣ аст. шоҳид дар кор набуд ва дар байн агар дасти Раҳмонов ҳам набошад, Рустам, Озода, Зоҳир, ино дар ин дасташон ҳаст, ҳатман ино ҳастанд. чаро ки дигар лозим нест. барои омадани Рустам бояд ҳама ҷо тоза озода бошад ва касое ки зиёдатиянд ино бояд аз байн бардошта шаванд. Мирзонаботов як марде аз мардҳои помирӣ буд. агар ин динғарагӣ мебуд, хай шояд як чанд соли дига ҳоли боз меистод. бале, саломат бошед. дурусте. баракалло бародар. хуб, ҳамин аз дига вазъият ва ҳолат. اون چیزی که امکانی گفتن و امکانی معلومات رساندن بود، الحمدلله که بچه برادرایی که نامه هاتون رو می نویسید نوشتن بگیرید. شما اصلا یکان نمود خیلی چیز گم نکردید و یکان مشکل ندارد. نامه های شما نشر شده ایستن 266 فیلم نشر شد، یعنی 167 168 همین خیلی رفتن میگیره و حتما که گفتی گپا که شد یک باره دیگه هم موندن میگیریم همون چیزایی که منتش میشن باش میشن. برادرات سهمای خودشون بگذارید تا بتونیم تستر کارهمون انجام بدیم، یعنی که سهم خودتون در یعنی که همراهی با اصلاح فراموش نکنید. انشاءالله سهم شما خیلی مهم هست. اصلاح کارش انجام داده است. یگان مشکل در کار ما وجود نداره انشاءالله.
خوب بیننده عزیز گرامی، فعلا با فیلم که دیگر کسی هم نیست و صحبتمون رو انجام دادیم. امیدوارم که انشاءالله برادران که اگر صحبت کردنی باشن چند دقیقه منتظر میشیم، پس از اون انشاءالله که برنامه‌مون با پایان میبریم، چون بعضی از کارهای دیگر هم داریم که انشاءالله باید اونها رو انجام بدیم. مهم آنچه که باید میدونستید دونستید، آنچه که باید میفهمیدید ما بیان داشتیم، آنچه که باید آگاه میشیدید آگاه کردیم. هدف ما و ما علینا الا البلاغ المبین، ما یک رساننده آشکاریم، آنچه که امکان انجام دادنش است انجام میدیم. نامه های شما را برادرای گرامی با نوار میگذاریم، ولی دکجا بگذاریمش. فعلا کاری که انجام داده استیم انشاءالله که در islah.tv گوگل می شود، در همونجا میبینیشون. برای همون کار کرده استن بچه ها، برادرها با هم برای همون مسئله کار دارن. گفتیم که هر ماه حاضی باید ما 750 یورویی در مسئله همون جدا شود تا اینکه کار یعنی که انجام بگیره. همون خاطر کارمون انجام داده استیم، کار را ما کرده استیم، ولی دستگیری از طرف مردم باید به همون شکل باشد که کار بیشتر خوبتر بشود. هم فقط کار طلب میکنن، ولی فکر نکنم اون چیزی که من مینویسمشون بپلای، کاری که من میکنمشون به خاطر الله انجامش میده، ولی او کارگری که مونتاژ میکنه او دعا نمیگیره، او اویلک میگیره، باید او را معاش دادن در کار، باید اون کار کنه. این اوزی یعنی که 650 یورویی یعنی یا مونتاژ نکنم موندگی ندادیمش تو حاضی را میتیم ان شاء الله میگیم خدا خاکی برسه یکون چیز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه باید کار کردن در کاره، ولی مقاله ها نشر شده ایستن. هیچ وقت مقامات رحمانوف بدون با ویدیو قطعی یکون کار نمیکنه، همش با مقاله های نامه ها از ناحیه ها میشود. هر یه مقاله نشر میشود یعنی که اون کارش انجام میده. ان شاء الله شما سراسیمه نشه، اما کارمون هر چیزی که مینویسه اون نامه ها رفته ایستن. یکون مشکل در یعنی که متن نامه ها نیست، 369 میگم که آماده شد، 370 ش آماده داریم، دو تا از رامیت آماده کردیم، برنامه دیگر است، ای فیض آباد است، از یعنی که همدانی است، از دنغره هست، از یعنی که چندین از آلمان است. یعنی نامه ها کار کرده ایستیم، ما ایتر نیست که بیکار باشیم. همون خاطر هم دستیتونه انجام بدید، چیزی که میتونید انجام داده انجام بدید. آدمی که میخواهد کار کند هیچ کس او را نمیتواند که یعنی که پیش رهش بگیرد یا اینکه بفهمد که چی گپ است. همون خاطر کارهامون رو باید انشاءالله به شکل بهتر و خوبتر انجام بدیم. انشاءالله کاری که باید ما بدیم ما انجامش داده استیم. یعنی مشکلات در ما نیست، مشکل در یعنی که کاری که باید شود انجام گرفته است، ولی به شکل آهسته آهسته. چرا؟ چون امکانات ما فعلا به همین مقدار است، خد همون امکاناتمون انجام داده استیم. خب 29 نفر پس میرسیم به 1600 نفر، یعنی 29 نفر برادرای گرامی در چی میگن در پادپیساسیا به شبکه اصلاح لایف توهینک و تلگرام اصلاح همچنین یعنی که پادپیساسیاتون انجام بدید. انشاءالله امیدواریم خداخواه اون چیزی که باید انجام بدیم خداخواه انجامش میدیم. خب ریگری بله ریگری بفرما. آوازت نیست، جای اینترنت بفیرون مشکل است، در جایی که قرار داره اینترنتت بزیبه. خب خب بله واتساپ بله واتساپ فرمون.
اینترنت در واتساپ هم نمیشه برای گری. بله بله صدا هست. حوزی اومد صدا گبزه. پروردگار بجا باشید. پروردگار هیچ که از پوستش منو تا خار و رسم بستانم بوزد الهو پیروز مونگردانم. این لعنت کرده امام علی بدخواه انشالله به هدفی مطلوبش نخواهد رسید. این مقامدارو در عبرت نمی شود چون که همه ترسوی لعنتی بدخواهی مرتجی گرده اطراف کرده و نیست خودش لعنتی یک خلق لعنتی بنام توجیک فقط توجیک میکشته دسته دوریه فقط توجیک کشخه هم خلق خود شما دیگر ملتی هم روز ندارم از دست لعنتی باید خیلیش نمیفهمد اگر توجیک های خیلی باید کس چیم کدومش برامده خود توجیک های پس میزنن. این لعنت درده الله نیش میزنن توجیکو گرچند که دسته برد نیستند چورو همشون در بدن و خوب بفرشده دشتیم همون توجیکو در همون توجیکستان برام توجیک کمرونی دوران لعنتی رو من توجیکم میدنم فقط توجیک کشتیستان توجیکو چیکوگری هم چورو خیلی توجیک دسته برد نیستند. این اطراف بودگی همشون توجیک هم لعنتی رو اینو در عبرت نمی شود چی است یکیم چیمتن رمضان را یمزوده چیمتن این همه پدر لعنت چیمتن گو همه اینو در عبرت نمی شود اینو همه خلقه کفن اینو همو امام علی چی گو همو بوش میکنن لعنتی و نور گو هم میمرن زیگوان میزگن خیلی اینو همو مرده شون همو انخیلی سگمر شده میگردن اینو خوب میکنن همون مقامداری که طرفداریشون میکنن طرفداری میکنن از همین بدخوی لعنتی خوبشون میکنن اینو یا دوشون هم میدن اینشون اینو سرنگون میشن الان اینو خور کنه که اینو به هدفشون نمیرسن اینشون ما پیروز میشویم این سلونی بدخوی همه سرنگون میشن الان این فتنه در وقت منانگیشون سلام علیکم برادر بارک الله. بله سورو. السلام علیکم. علیکم السلام. حضرت دومولو مسئله ویدیوهایی که در شبکه اصلاح بود نامه ها از ناحیه ها آنها را از کجا پیدا کرده ممکن دسترس کرده ممکن؟ وارک هر یا برنامه میگه میگم من برادر گرامی در تلگرام اصلاح آموزش شوید همه برنامه هایی که نامه ها و دیگه برنامه ها در تلگرامی نامه ها از ناحیه ها هست همش از اول تلگرام هست و برنامه های دیگر هم در تلگرام هستن همون و این چنین در تلگرام وقتی میگم پادپیسات سکنن یعنی که فکر میکنن که یکون گپی غلط شون گفته هستیم توجی کم کرده نمیفهمه گپ هزار که میگویش با کلخچا میکنه بعد از اون برنامه ها دیگه آینده در همین کانالی اصلاح توچکا تیوی گوگل میشود همون کانال راه اندازی کردگی ویدیو همش هستن شکلش ساخته شده است و شرطنامه ها و همون کاروش از اینکه قانونی درست داریم تو اینکه دیگر هیچ مشکلی در اونجا وجود نداشته باشه شکایت یکون چیز دیگه قبول نیست چرا چون که شرطنامه کردیم همش قاعده‌ای است دیگه در اونجا نشر میشوند برنامه دیگر رو میبینیم که اگر به شرط بچه‌ها بتونن کرده و در یگان کانال دیگه یا اصلاحی انگلیسی یا یگان چیز با موندن میگیریم در برابرش هیچ مشکلی وجود نداره ان شاء الله کارمون انجام میدیم این گوگل یعنی گوگل ها گوگل در نظر داره آره هم گوگل است دیگه خیلی گوگل یا گوگل یا که هم یک دستی کارمندای تکنیکی درد نبیند برای من اگر برنامه نامه ها از ناحیه ها همون مثل پیشتره اگر جرای افتاده باشد اگر نه جواب ها هستن جوابش ارسال میکنیم انشالله من با پخش میکنید خداوند پاداش و مکافاتیت مواظب و مراقب سرپرست و سالاری همه شما باشد خدا نگهدار باشه سلامت باشه فقط هم که دستگیری با اصلاح فراموش نکنید کارهایی که باید حوض مرحله را شروع شود یعنی همکاریتون رو شروع کنید در نوشتن در ارسال معلومات یگان چیز متوقف نشده است یعنی مقاله ها در سایت اصلاح نشسته است همون نامه هایی که اصلا میتونید اصلاح توش کنید بزنید اصلاح بخونیشون
یعنی برنامه 366 نشر شد، 367 ممکن فردا نشرش کنم، 368 369 آماده است، 370 ش انشالله که کار کرده استیم. کار کرده استیم و یگان کاری مشکل ندارد. مقامات پروکراتورا، یعنی که تمام مقامات رحمانوف هیچ وقت ویدیو تماشا نمیکنن. مقامات رحمانوف فقط مقاله میخونن، چون دل کرده میشود فلانی فلانی آها می نویسش، فلانی فلانی ها میگیره نشر چاپش میکنه میبرش فرادش میکنه میپرسش همین کار را کرده همین چیزو چی معنی دارن، یا پولش میکنه یا مهم که کارش انجام میده اون نامه نوشتگی شما. یعنی اون اگر ویدیو می بود فقط از ما پس خود در یگان جای دیگه، ولی وقتی که مطلب هست مقاله هست یعنی اون معنیش بیشتر از اون ویدیو ارزش داره. این را فراموش نکنی باید شما. درست است. همون نامه‌ای که در یکی از نامه‌ها از نوراباد به فکرم بود و راست قید کرده بود، همون نامه‌نویس که امنیت وزی جستجوی به ششتم مدل دادگی، همین ششتم مدل همین که راست و دروغ آدم‌های گناه و گناهکار و بیگناه داشته آزار و شکنجه کرده، زن باشد اگر زن‌های آزار و فشاری روانی پسیکیکی داولینی کرده اشتراف میکنن، پولاشون میگیرن و بعضی زن‌های حتی شوهرداری که شوهرشون در تاجیکستان هست مقامات ششتم مدل پیشنهاد همخوابگی میکنن، از فرصت استفاده برده. 100% ششتم مدل بر پدری هر یک ششتم مدل لعنت. اینجا جوابا هستن، نویگری هایی که از نامه ها از نایه ها هست، نتیجه هاشون هستن. یعنی روزنامه نگارا ژورنالیست هایش اصلاح سوال دادن که این نامه ها از نایه ها هست یا نیست، برای همین ما پرسیدیم. هست، حتما هست، نویسید. شما جواباتون ارسال کردن بگیرید، شما انتظار ویدیو نشید. ما مقاله ها نشر شده هستند و اون کار شما نتیجه داده است. مقاله هایی که نامه هایی که ارسال می شوند حتما اونها ویدیو می شوند. همون که نشر شدن شروع شد از 354 55 56 57 58 59 60 61 62 63 آماده هست، یعنی آماده به نشر هستند. اونها نشر می شوند با 64 65 66 هم خیلی کار کرده هستند بچه‌ها. و همون خاطر همکاری را کم نکنید، یعنی نوشتن، کمک مالی، دستگیری، هر کاری که میتونید انجام دهید. اگر بچه‌هایی که ژورنالیست باشن و بتونن یگان کاری انجام داده از مرحمت یعنی که تماس بگیرن، هیچ کس خبر نمی‌یابه که در کجا هستن. ما چندین ژورنالیست در خود دوشنبه داریم، یگان مشکل ندارن. یگان کس ما هم در داخل تاجیکستان هیچ کس درک ندارد، هیچ کار نمی‌کند مقامات. هیچ کس نمی‌فهمه چی گپ است. کارت کردن بگی برا پیشوای میلاد سکوت پیش بربزه، کارت کردن بگی هیچ کس نمی‌فهمه چی گپ است. او کجان چشک نمی‌دونید که شما دست پیش بر می‌گیری کارت خفو کردن. ده همون خیر خودی خودش برکه به حضرت است. و شکلی خودشون میکنیم لعنتی ها. سلامت بشه. سلام ما رسول برادرها. حتما رحمت. کارتون بچه ها بکنه، مهم نیست که تو ببروی دو سه برادر داشتیم همین میبرومادن لعنتی رحمانوف در درونی دوشنبه در یعنی که رودکی ده همه جای بچه نکنه همی کار با ویدیو روان میکنه. همی هر گپ شده است همی کوچ بوزو برومادگه الله لعنتت کنه رحمانوف همی ویدیو کرده است روی کسی است. یه بچه ترا من نگفتم میتاری کار که یا لعنتت کنه رحمانوف بوسه شور کسی که قفوش دگن اینا دیدی حضرت اینا قطیمونان الله لعنت کنه رحمانوفی پیتوخ با گردن بلان لازم نیستی گپو ما کارمون میتونیم خیلی انجام بدیم با اون شکلی که شما انجام میتیم و با این شکل اگه کار نمیکنیم کار ما یعنی که اوهیسته با حکمت با اون چیزی که یگان ضرر نرسه به هیچ کس، ما ضرر نمیخوایم به یگان کس برسه. با اون خاطر هیچ وقت شما رنگی بچه‌های خوجندی کار کنید، رنگ بچه‌های سعودی کار کنید، بچه‌های باباجان غفور از کیستخوز از داخلی یعنی که خوجند از منطقه باباجان غفور از همه جا بهترین شکل می نویسن، از کنی بادام از اسفره از چرکو غیر وروخ نمی نویسن. وروخ 100% پیشوی میلاد میگن گشته هستن، اگر چند یک زیر ظلمن ولی بازم پیشوی میلاد گفته گشته هستن. با اون خاطر سراسیمه نشه، یعنی که کاری ما سراسیمگی نیست، ما کارمون با حکمت انجام میتیم. رحمانوف خیلی میگه زیرکی سیاسی را از دست نتیه، زیرکی سیاسی را از دست نتیه. رحمانوف دستات پیش برمیگیری پیشوی میلاد میگه قفا بره کارت میکنی. انا یعنی که اسلوب جنگ الحرب خدعه، جنگ حیله های فریب های
یعنی که همین صلحی که انجام داده است میان ایران و میان آمریکا هیچی باورش کرده نمیشه یعنی امکان ندارد که باورش کنه. برای چی؟ برای که خوب دیگر یک چیزی هستن که غیر خارق العاده است نمیتونیش فهمیده. با همون خاطر بسیاری از مسئله های هست جنگ فریب، جنگ حیله، جنگ تاکتیک، یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه گفته است الحرب خدعه، جنگ فریب، یعنی که باید ما در حالت جنگ قرار داریم. ما آشکارا یگان کار نکنیم. شما کارتون پنهانی میدونید که رحمان و دشمن میدونید که رحمان و ابو جهل مسلمان شدنی نیست. پس وظیفت نیست که تو آشکارا ببرگم، ولی وقتی آشکارا با مبارزه هم میرسد زیغ نشه شیر نه، ولی وقتی آشکارا مبارزه بردن هم میرسد، او روز دیر نیست، او روز میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، این حتما او روز میرسد، ولی نه به سراسیمگی، نه به شکلی یعنی که وزمینتر، به شکلی که امکانی در خطر قرار دادن خودت باشه. تو باید هیچ وقت در خطر قرار نگیری. هم یه قبیلت حقارت که محمد اقبال اگر مشکل نداری، اگر مشکل وجود ندارد، تو بخشیده شدگی کارمون انجام دادن در کاره. من مهم نیستم، مهم ملت های، مهم وطن های، مهم مبارزه هست، مهم اصلاح نیست، مهم محمد اقبال نیست، مهم ملت، مهم دولت، مهم شهروند کشور است که باید ما به هر شکل انجامش بدیم. اون کاری که ما میکنیم الله میدونش خودش، اون کاری تو میکنی در دل چی داری الله خودش میدونه اون کارا چی کاره و اون خودش سراسیمه نشه. ما سراسیمگی را نمیپذیریم. خطا نکنید 10 بار چون که یک بار ببر مردک باره ببرش به این شکل نه، یعنی به شکلی که او بتواند ماندگار باشه. 187 چقدر ماندگاره مردک باره میکوانی دیگه، یعنی که میرزا آباد گفته است این کاری که به عقل انجام دادن در کاره، نه اینکه یعنی که کاری به غلط، کاری به سراسیمگی، کاری به یگون چیز دیگه. شکلی نوشتن استعفا گذشت. رحمان و استعفا نمیگه، رحمان و استعفا روانش میکنی 287ش میکنی. رحمان و 287 کم در کاره، یگون کاری که کم در کاره است رحمان و تنها، یعنی که 287 دیگه یگون گپ دیگه نیست. به همون خاطر سراسیمه نشه، هیچ وقت خودتون در خطر نمونه، هیچ وقت پدر مادرتان ناراضی نکن. او تجان تمام درسته یگان کار نکن، غلط نکن، کارتا بگو تی خریت، کارتا کردی او دلیتش کن. تو باید شریک باشی، تو باید پارتیزان باشی، نه اینکه تو آشکارا ببرو، ولی تو به آشکارا نرسیده. من تو به آشکارا من گفته استم، من فهمونده استم تون آشکارا یگان کار نکنه، پنهانی یعنی که همین روسیه گرمانیا را با آشکارا جنگای بدگیش ده که ای حمد از ضربای وزمین شریکی زد پارتیزانی. احمدشاه مسعود وزیر روس با آشکارا جنگ نکرده است، یگان وقت فقط پارتیزانی جنگ کردگی. هیچ وقت فکر نکن که در دستی ما ایتاری باشه ما بزنیم. همه چیزی که تو میخواهی در دستی همون مقامات هست، نیاز نداری تو به هیچ چیز. عقل تو نیاز داری، تو رخت عقل داده است، نیاز نداری به یگان چیز دیگه. ما یگان چیز نیاز نداریم، همه چیز در درون وطن مون هست. و با بیرون نیاز نداریم، همه چیز در درون وطن هست. کاری که در درون وطن میشود او را هیچ کس نمیتونه محکوم کنه، ولی کاری از بیرون وطن میشود میلیون محکوم کننده است. ولی کاری که در درون وطن میشود هیچ کس رو محکوم کردن نمیتونه. شهروند تاجیکستان یعنی که ناراضیان از همین سیاست رحمانوف، تمام یگان گپ دیگه نیست. به عقل شه، عقلتون کار فرمی، نه اینکه کاری کنی که آینده بعد براتون مشکل شود. به همون خاطر برادری که ایمی شهر سمر هم نویسه الله حفظت کنه، همین 3 ساله خودت بزای سمر میگوینه که یکون چیز روی نکه سمر روی که هم بزای سمر ای خنوشتن در هم واتساپ بگی، در تلفن کت بنویس هموره روی که بزای سمر. خلاص با بعدی تو من میپرسم که همیو بزنستم اگر تصدیق شد گپ بعد نشرش ایتاری نه که من خودم تحقیق کنم و بنویسم، نه اون را تاول مینویسی بنویسش در 10 روز بنویس رویش که ما حتما نشرش میکنم بزی سمره. یکی طریقی بنویسید اینجا بزای سمره بسیارن من بز بکوم بگردم، نه بزارش مو میکوی مینویسه ما نشرش میکنیم اما میبینش زیق نشه. خوب خدا خواه بچه چند پیشنهاد در یوتیوب دارن، کانال های کلانه میبینیم انشاءالله که اگه شکل کارش که انجام شد حتما با منفعت هر کاری که باشه انجامش میتیم، زیق نشه. ما کارمون انجام میتیم، اصلاح یک نفرمونه خدم طاقمونم کارمو بازید رحمان رو انجام دادن میگیرم، چون که من میدونم که الله سبحانه و تعالی منو برای در مقابل رحمان رو قرار داده است. من کارمو انجام میتیم.
من گفتی گپو امکان نداره که دست ما دباله دست بمونم بشیم. من نمیگم که یوتیوب شکست اصلاح اگر پول یوتیوب اودالیت شوه پول یوتیوب دنیا اودالیت شوه اگر برای من یگان ارزش نداره همه چیز از دنیا اودالیت شوه. من الله کار ما دیده است تمام ملتم دیده است کار ما درست کار انجام دادم نشانتون دادم با آینده به شکل دیگه تشکیلش میکنیم میره واسیق نشه فقط یعنی که در دل از شوق نباشد سینه جنبانی چی سود تو شوق مبارزه داری هدفت مبارزه کارت انجام بدی نگو تو که اگه دیگه من 300,000 بیننده ندارم پادپیشی ندارم نه ما هیا بیننده داشته باشم کارم انجام میدیم برای وظیفه من همین است. الله سبحانه و تعالی میگه برسون تمام و ما علینا الا البلاغ المبین ما رساننده آشکارم کارمون انجام میدیم. مهم نیست که با چند نفر مهم نیست که با خیلی کانال مهم نیست که با کدام یعنی که کاری که باید که ما نکنم نه کیبرم نه کیبر دارم یک فرزندی همین ملتم در خدمت شما هم کاری میتونم انجامش میدیم. پس برای من اصلا مهم نیست که در کجا با کدام شکل با کی تمام در کجا با کدام شکل با کی با گفته هستم با میگم من این گپم هیچ وقت نگشتم نمیگردم با کدام شکل در کجا با کی تمام همه چیزا را ببینیم درست است کار ما انجام دادن میگیریم و همون خاطر هیچ وقت یعنی این مسئله را برادر گرامی باز نمر میپرسه برادر عزیز و گرامی میگه درباره بزرگ شهر سمره کدام نمرها همین نمر ما را حتی همین رحمان و فپرس میدونه برادر عزیز این همین نمر رقم نگاه کنیم رقم هم رفته است از واتساپ این همین واتساپ دیده است دتای همین نرفته است اینا پینوس 33 76 76 این همین 96 783 این همین رقم واتساپ این همین رقم تلگرام این همین رقم را ممکن دیگه نپرسی نخواه که تو 10 سال اصلاح تماشا کنی تو باید اشب خود رقم اصلاح ازیاد بدونی تو باید هم تر ازیادش کنی که لوبوی و خودالیتش کنی لوبوی و بنویسیش معلومات روان کنی این را نپرسی دیگه شما ای بای بخدا قسم نخواه فقط بپرسی یک جا روان کنی این همی رقم واتساپ این همی رقم واتساپ وقتی که تمیگه پاموندم با بچه های نمیگذاشتنش که تو ببینیش این همی رقم واتساپ این همی رقم واتساپ همین بنویسیش روش که در فیسبوک بود رو رقم واتساپ هست در یوتیوب بود خوب دیگه یوتیوب نیست ایجا میگم بچه‌ها میموننش همین اصلاح لایف میموننش در اصلاح انگلیش موندگیه یگان یعنی که چیزی نیست که نخواهم فقط بپرسه که رقم شما چیه یک جا روی کنیم بچه دیگه بخدا ای بای ای گپا دیگه شما بپرسه نه پرسه دیگه ای گپو دیگه کناش دم بر رفتن دیگه شما رو با خوت ازیادش کنی همین که لوبوی وقت رقم رو دلیت کرد در کارشتن تا ازیاد بنویسیش معلومات روان کرد یگان گفتی گپو چی نیست جای مشکلات وجود ندارد شخصی که میخواهد کار انجام بده و اون خاطر مهم شوق در کاره مهم کاری که تو انجام میدی من انجام میدیم خالص به خاطر وطنت ملتت اللهت امتت باشه تمام دیگه یگان چیزی دیگر وجود ندارد در این مسئله. خوب بیننده عزیز و گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید برادرانی که در اصلاح انگلیش هستید خواهش میکنیم یک بار وارد شید همون 200 و چند نفره که لایک موندگید او دیگه ای که تماشا کردگی یعنی که ترسیدگی تلخکفی او در کار است همون 200 و چند نفر وارد شید لایکاتون رو بگذارید پادپیساسیاتون رو بکنید چرا چون که ما در همین کانال دیگه ویدیو نوارایش پخش مستقیمون میگذارن و در همین کانال دیگه هستیم. در نظرسنجی هم اشتراک کنید 91 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است یعنی 70% آیا SS و RR سرنوشت میرزان آباد عبرت میگیرد یا نه از سرنوشتش یعنی 91 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن 70 نفر گفتن بله باید عبرت گیرن 30% گفتن نه از فکر میترسن این فکر میترسن که یکی رحمان رومان میکشه گفته حتی فکر کردن تلخ کفن یعنی که رمضان رحیم زاده قطعی SS و با دیگر مقامات خوب دیگر این نظری بیننده ای یعنی که ما هست تو در این قضیه میخواهند که همین مسئله را فکر کنند ولی مهم ما و شما وظیفمون چی است رساندن فهموندن آگاه کردن یعنی که این وظیفه ما هست و ما باید وظیفمون به شکل خوب ان شاء الله که انجام دهیم. خوب بیننده عزیز گرامی با فکرم دیگر
برنامه که امروز داشتیم تا همین جا با پایانش میرسونیم و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به مراد و مقصودمان برساند. و امروز هم ما و شما قرار داریم در تاریخ با فیلم اگر خطا نکنم پنجمی، بله پنجم محرم هست، پنجم محرم. و خب دیگر یعنی آغازی سالشماری هجری قمری است و این ماه‌های هجری قمری آغاز سالی جدید. بله سهراب بار دیگر داشته. بله حضرت دوملو و یک بار دیگر سلام علیکم. این از نام روزنامه‌نگارای صداتون قطع شد برادر، صداتون قطع شد، از سر دوباره وارد شد. اگر ببینه یک برادر در پیپل کمک رساند الحمدلله که رسید. خب برادران نمیخواد در امریکا هستید، در هر کجا هستید، پیپل یگان جای مشکل ندارد، یعنی که میتونید وارد شید، یگان مشکل ندارد و یگان چیزم یعنی که فهمیده نمیشود. برادران در امریکا الله برکتون تید، واقعا زحمت میکشند، واقعا در فکر هستند. چند برادر در امریکا هستند که یعنی واقعا بهترین خدمت ها کردند. الله حفظشون کند، الله بهترین یعنی که زندگی را نصیب روزی و بهترین رزق براشون عنایت کند. برادرانی که در انگلیا هستید، برادرانی که در امریکا هستید، در اروپا هستید، مشکل ندارید، هیچ مشکلی وجود ندارد، یعنی که کارتون انجام بدید. الله قسم هدف اساسی باید ما کارمون در مقابل رژیم انجام بدیم. بله ان شاء الله که ما کارمون انجام میدیم. بله سهراب بفرمایید. حضرت دوملو صدا خیر؟ صدا خوب است. بله همین روزنامه‌نگارای اصلاح در تاجیکستان حاضر گفتن ما چالش میکنیم، همین 100 یورو حاضر دستگیری رفت یا نه؟ همین خبر میگیره تا به چالش شود. 100 یورو الان تصدیق شد. تماشابینان محترم از خودمون شروع کردیم مرحمت کارمندای همین تکنیکی اصلاح دستگیری کنیم. من خودی حضرت دوملو تصدیق کردن. یک دویمش این که معتمدترین ندیاژن‌ترین شبکه اصلاح یگان چیز فاش نشد، سیر و اسرار همش چاتکه عجایبات بهترین. اگر مقامات به گفتی گپا بخشش عذر ژارگون استفاده میبریم، اگر با پوند قپنو با محمد قول صدرالدین با من روی خطی ژورنالیستای اصلاحات ارسال کرد گفته خیلی پونتو کنن، اگر با اینو داده نشود باور نکنید دروغ است. اینا بعد شما با یک نفر برادر دیگر با 20 یورو دیگر روان کردن رسید، یک مشکل نداره. اکنون کی بیشتر موزیر ما روزنامه‌نگارای داخلی تاجیکستان و پیش ما دست بلند بیشتر فرستادیم که بیشتر فرستاده دمون قدر ناز خوب است و مرحمت دستگیری کنیم بغیر از شفاهی و اینو لایک و پایکو با از نگاهی مبلغ این 100 یورو این مبلغ چند نفری روزنامه‌نگارا هستند. ما نه انتوزیازمی کار میکنیم، لیکن در دولت‌های کپیتالیستی غرب نه انتوزیازمی کار کردن نمیشود. من کارمندان تکنیکی رو در نظر دارم، جو پول از هر یک و قدماتون پول است، برای همین التماس خواهش کرده میشود برای دستگیری کردن کمک کنیتون. همین رو گویم گفتم. من امانتی روزنامه‌نگارای رسوندم ساقط، من جانم خلاص. سلامت باشید برادر. 100% الله حفظتون کنه. بارک الله. بله یعنی یک گپ زدن که میزنید یعنی مهم کار رو انجام دادن در کره، یعنی که پس توپل کار کرده است خلاص بهترین. پس زکات همون مالتا اون چیزی که کار کرده به خاطر مبارزه به خاطر وطنت باید انجام بدی، نه به خاطر یگان کسی دیگه. همین چیزی که رسیده است یعنی جمع میشود روان کرده میشود، تمام. این یگان جای دیگه نمیرود، یعنی روان کرده میشود به همون برادران که کارشون انجام داده. که من نمیتونم که نام افراد نشانتون بدم، مگر یک تا برادری که کار میکنن حتی میگن نمی معاش من میفرستم، والله معاش روان میکنه در پیشش با روانش میکنه با همون کارگر، میگم این دیدی ها این پلک روان کردی نه معاش بود رفت با همون برادر، تمام. یعنی به این شکل نیست که ما برای ما یگان من نیاز ندارم به یگان چیز، ولی من اون چیزی که برای خودم هست و حیات ما گذاشتم، کاری انجام داده استم، چیزی میتونیم والله از خودمونم کرده استیم. یکی بسیاری از کارهایی هست که از خودمون دیگه ما نمیتونیم انجام داده. اینو باید بفهمیم، ما در دست ما دولت نیست،
ما چیزی که از خودم نوشتن است، از زوج که از گپ زدن است، تحلیل کردن است، فهموندن است، این کار رو انجام میدیم. ولی چیزی که دستگیری باید که ملت دستگیری کند، باید یعنی که دولت از اوکراین بازی روسیه جنگ دارد، پنسیونر پنسیاش دهشه دولت میگذارن تا اینکه دولتش حمایت شود. در همه دولت دنیا کار کرده است، یعنی همین 1000 نفر در همین جا هست، اگر کارش انجام بدهد به شکل درست در روسیه هم باشه هیچ مشکلی نداری. به خدا قسم کارتای هست یگان کس نمیدونه او کارت را، همین قباچه کار میکنن، یگان نفر تو یگان پرابلمش است نشده. چرا اون نمیشوام پرابلم؟ برای چی؟ برای که اون نفری که کارت دا میگذرونه شو یگان مشکل نداره، یگان مشکل نداره. اما بخاطر هیچ وقت یعنی که در این مسئله کوتاهی نباید بکنه. یگان کس کارتون انجام بدید، وظیفه ایمانیتون است. شما یعنی که وظیفه کارتون کمک کردن، دستگیری کردن، کار ما یعنی که مبارزه را پیش بردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حتی که پیامبر به دست شمع برداشت از عثمان طلا میریخت، ولی یعنی که از اصحابش کمک طلب میکرد تا اینکه یعنی که کارش انجام بدهد. پس ما کو امت رسول اکرم باید کارمون انجام بدیم. ما یعنی که گفته هستیم کو هیچ وقت از مبارزه دست نکشیدیم، با هر حالتی که هست رفتیم. کسی چه خیلی میخواه هم خیلی بفهمه. الله از قلب ما آگاه است که ما چه خیلی کار داریم و ما چی نیاز داریم. ولی ان شاء الله که و افرادی که خداوند براشون پول داده است یک تا یعنی که روزی زوال هم رسیده است. ولی بفهمید که الله روز قیامت ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، الله از نعمت‌ها میپرسد. هم کاری کردگیت برات حسرت و هم کاری نکرده برای وطن ملتت. بعد که پلوش رحمان رو میگیره، بعد میبروی حزش کنم هیچ کنه که گرفتش خوبش کرد، عجیب بودش کرد، اوقا بیشتر شب زنه بگیره. وقتی که تو پول تا درای حلال مصرف نکرده، درای مبارزه بر علیه ظالم رحمانوف، وقتی رحمانوف میگیره چی بومو قتل بشینم گریه کنم؟ نه اخی. تو وقتی که در مبارزه هستی، برادرای الله برادرای سعودی هستن، در داخل تاجیکستان هستن، کارشون انجام میدن. به خدا قسم این یگون جای تعریف نیست. الله برکتشون بده، بهترین کارها رو انجام داده است. در داخل وطن شتگی، در داخل قرغان تپه شتگی، در داخل دوشنبه شتگی کارش انجام میده. برای چی؟ به خاطر میفهمه دیده است برای یک روز خیلی که در بیرون یعنی که بدگیو برای داخل زندان بدگیو کمکاشون انجام میدن. چرا؟ چون که میدونن که مشکل دارن، کمک میکنن. ولی بدون که تو کردی حتما به تو میرسد کمک، از یک جایی میرسد به تو که یعنی که تماما در فکرش نیستی. تو کارت انجام بدی برای مبارزه. وظیفه تو همین است، باید تو کاری که میتونی انجامش بدی برای وطنت. رحمانوف ظالم است، ظلم داره، زیدی دینت است، پرابلم داره، موجودت کرده است. تو با پول کار کرده است و رحمانوف برای کسی که او بخره زندگی کنه. تو یک کار که دیگه پولی که کار میکنی آینده در خودت بمونه. پس وطن باید آزاد باشه که او پولی که کار میکنی در خودت بمونه. پدر و مادرت را دولت باید بخرونه، نه اینکه تو بخرونیش. دولت باید پدر و مادر دولت راست کردن در کاره، نه اینکه بچه کار کنه پدر را بخرونه. پدر باید قدیم مادر دولت پنسیه گفته گپا بتیاش زندگیش را تنج کنه. برای همین خیلی دولت راست کردن باید ما زحمت بکشیم تا اینکه کارمون انجام بدیم. خوب بیننده عزیز گرامی، بله برنامه ما هم تقریبا 2.5 ساعت ادامه پیدا کرد و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی همه آن چیزی که در این برنامه گفتیم و تاکید کردیم و سمعی بیننده عزیز و گرامی رسید. امیدواریم الله موفقیت و پیروزی را نصیب و روزی ما بگرداند و آن چیزی که امکانی انجامش داریم و اون میتونیم انجام داده، خداوند به مراد و مقصود ازلیمون ما و شما را برساند. خب 24 نفر دیگر مانده است. بله برادران در اصلاح لایف آبونه شدن تا فراموش نکنید. الحمدلله کانال اکتیو و فعال شدن شروع کرد و این کانال دیگه یگان چیزی نداره که یعنی یگان پراوره نروشید نمیکنه، نداره یگان چیز، نه یگان دینگ دینگ داره نه بینگ بینگ داره. همین آوازی منه تمام. خدا خواه کارمون انجام باید بدیم. دیگه ترس بست، هر چی ترسیدیم از این دونو یعنی که خودمون زیر رقم 287 دیدیم. و اگر بخوای که زیر رقم 287 قرار نگیری پس کارت انجام بدی. وقتی در زیر رقم 287 هم قرار بگیری تو مردم در حق دعا کنن. تو اینکه مردم اگر تو که شخصی باشه که کاری انجام دادگی باشه، حتما پس از مرگت الله یک نبض یک پای از تو باقی میگذاره و ان شاء الله مردم شاهدان الله در زمینه
و حتما شهادت نیکی و خوبی برای عملها و برای کارهایی که تو انجام داده خواهند کرد، چون مردم شاهدان الله در زمینند. پس کاراتون انجام بدید. چی با نوشتن، چی با دادن معلومات در مورد سیمیکا نیوز. این امروز 21 است. معلومات‌های جالب از اویلا لازم داریم. پس نویسید مرحمت، هر چیزی که داره تو برنامه سیمیکا نیوز مقالش نشر میشه و اون ویدیوش آماده میشه، هیچ چیزی نشه شما. و ان شاء الله که تا همین نهایت ماه تصمیم های جدی در مورد کارها را، یعنی به کدام شکل ادامه پیدا کردن شه خدا خواهد درست میکنیم، هیچ چیزی نشه. امیدواریم الله سبحانه و تعالی موفقیت نصیب و روزی بگردونه. خب در آخر دعا میکنیم که الله پیروزی و نجات این ملت هر چه تیزتر فراهم بیارد و الله سبحانه و تعالی تمام مقامات رحمان و زیر رقم 287 قرار بدهد تا اینکه ظفر، پیروزی، روز نو و یا اینکه اون چیزی که برای ما و شما فایده دارد ان شاء الله نصیب و روزیمون بگرداند. پس درنگ نکنید، پس کوتاهی نکنید. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این وعده الله هست، شما هیچ وقت فراموش نکنید که الله وعده داد، پس لا یخلف وعده، هرگز وعدش الله خلاف نمیکند و خلاف نخواهد کرد. پس ما ایمان داریم به وعده الله. پس الله سبحانه و تعالی عملش در مقابل این ظالمان به دست افرادی که بندگان صادق مخلص خودش هست ان شاء الله به شکل‌های گوناگون انجام خواهد داد. با امید پیروزی، با امید رسیدن حق به حقدار، با امید سجده شکر، با امید نماز فتح در پایتخت عزیز کشورمان دوشنبه با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.